سلام، وقت همه بخیر. انشالله خوب صحتمند سر حال باشیم و روز را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشیم. انشالله که یک جلسه درسی خوب داشته باشیم. تشکر، زنده باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مبحث بعدی خود شروع میکنیم. امیدوار هستم کل سیگنال کلگی آغاز کرده باشم و حداقل همی جنریتیو یا هوش مصنوعی مولده که دیروز ابتدایش خواندیم 4 درصد این تکمیل کرده باشیم، پرکتیس شم. در می بخش دمی پت که شما میبینید چندین کورس دیگه است. من نحوه تکمیل کورس ها رو براتون آموزش میدم و شما دیدین که بسیار ساده است نه تکمیلش. یک کورس دیگر هم امروز به پیش میبریم به تفصیل که استفاده از هوش مصنوعی مولد در زندگی روزمره ما در کارهای روزمره ماست. یعنی این یک چیزی است که اکثرا ما شما به ضرورت می داشته باشیم، اکثرا هم روی سر و کار می داشته باشیم و به شکل عموم روزمره از استفاده میکنیم. لیکن بعضی اوقات استفاده ما طوری می باشه که خب یا اشتباه می باشه یا به طور مثال امور رقمی را که ما درخواست می داشته باشیم از هوش مصنوعی که بر ما محتوا تولید کنه امور وجود نمی داشته باشه، اون بعضی اوقات ما را دلسرد می سازه. از اون خاطر بهتر است که اما به شکل درست و بهتر بفهمیم و یاد بگیریم که چگونه از هوش مصنوعی استفاده کنیم. اینجا صفحه اول فقط یک قضیه است که چگونه ما از هوش مصنوعی میتونیم استفاده موثر مولد داشته باشیم، از هوش مصنوعی مولد استفاده موثر داشته باشیم در کارهای روزمره خود. چیزی را که من میخوایم دیگه بر شما به شکل خلاص بیان کنم که نوشتاری که شما میکنید دیروز هم راجع به نوشتار صحبت کردم. نوشتاری که توسط هوش مصنوعی تولید شده می باشند و بسیار از امی کسی که میخوانه کاملا درک میکنه که نوشته توسط هوش مصنوعی تولید شده. بعضی اوقات مردم از دستی که با کات و پیست و کپی آموخته می باشند از هوش مصنوعی یک متریال هم که جنریت میکنن که هوش مصنوعی باز بر شما روان میکنه رو که باز ریویو میکنین دیده باشین که چت جی پی تی باز در داخل قوسک‌های 4 کنجه نوشته میکنه که انزرت دیت یا مثلا انزرت نیم یا انزرت هزینه، حتما به او سر کار داشته باشین. یعنی عموم از یادش میره که رو پاک کنه که از اون براتون روان میکنه یا باز داخل که چت جی پی تی براتون نوشته میکنه یک پاراگراف که اگر میخوای که اضافه‌تر راجع به برات صحبت کنه میشه که راجع به این صحبت کنیم. نه یعنی این یگان چیزایی است که بسیار مردم چون بسیار ادکت میشن یعنی معتاد میشن با نوشتن با هوش مصنوعی مولد، هیچگاه همیشه فراموش میکنن که باید همیشه جوابی را که میگیرن به جواب به چشم شک نگاه کنن تا که نمی فکر و ذهن ما انکشاف پیدا نکنن ما نمیتونیم استفاده موثر از هوش مصنوعی مولد داشته باشیم. هوش مصنوعی میتونه نوشته را که ما میکنیم میره بهتر بسازه، خوبتر بسازه. مثلا جملات ما را میتونه شفاف بسازه. مثلا بسیار ساده چند مثال ما میتونیم بگوییم. مثلا مثال ساده simplify complex sentences. مثلا به جای از اینکه utilize نوشته کنیم utilize ما استفاده میکنیم use نوشته کنیم استفاده نوشته کنیم. کلمات ساده و واضح بر ما به کار ببریم. لیکن بعضی اوقات این کار سرچپه میشه، هوش مصنوعی برعکس رو مشکل تر میسازه. لذا ما میشه باید کوشش کنیم که به هوش مصنوعی در پرامپتی که برش میدیم بگیم که به کلمات ساده براتون بیان کنه. هر چقدر کلمات ساده نوشته ساده باشه بر انسان قابل فهم باشه، انسان تصور میکنن که انسان نوشته کرده و حتی اگر تصور کنه که هوش مصنوعی نوشته کرده بازم برش جالب و قابل خواندن نمیشه. هر رقم نوشته سخت باشه، مشکل باشه، لغات‌های بی‌معنا پولو استفاده شده باشه، یگان تا خوش می داشته باشه میخواین که تکلف کننده نوشته.
چیزی که فعلا او شاید یک نسل که گذشته بود یا نسل پیش از ما خودمون شاید این من حیث یک چیز فوق العاده حساب میکنیم. خب اگر کسی قسم لغات استفاده میکرد به این مناسب انسان بسیار توانایی داره یا بسیار حاکمیت داره، در حالی که آل نسل بعدی است که نسل جدید که روی کار میاد یا نسل دیگه چی می اصلا اینا با کلمات مغلق اگر در یک تکست وجود داشته باشه اصلا نمیخوانه، هیچ کس نمیخوانه. شما دیده باشین چرا تیک تاک رو به رشد است، یا مثلا ریلز دیده باشین، یا مثلا خاطر که حافظه کلی حافظه ویدیویی شده، قصه کوتاه گپ خورد عاجل خلاص. لکچرهای طولانی طور مثال یعنی مثلا نوشتای طولانی هیچ کس نمیخواد. نسل ما شاید میکنه فکر میکنم شاید آخرین نسل باشیم که به این چیز علاقمندی داریم میخوانیم، لیکن بعد از این فرق میکنه. یک ریسرچ من خواندم اخبار یک سابق نیوز که نوشته میکردن، نه مثلا شبکه‌های کلان مثلا دویچه ویلی نوشته میکرد یا مثلا بی بی سی نوشته میکرد. نه آل دویچه ویلی دیده باشین، دویچه ویلی میگه که خواننده یعنی یک دویچه ویلی بسیار سابق شارت نیوز داشت اگر یادتان باشه. بعضی اوقات حتی بدون آواز هم می بود، فقط ایمیج نشان میداد، یک کپشن سرش می بود، خلاص تیر میشد. یک ریسرچ نشان میده که تنها اون قسمتی که دویچه ویلی نوشته میکنه که اصلا به دویچه ویلی ارزش نداره، نه یعنی تنها چند عکس کپشن میندازه، بیننده و کسی که اینتراکشن که تزو داره که تزو کامنت نوشته میکنه به مراتب زیادتر از مین استریمی که دویچه ویلی نشر میکنه. طور مثال یا مثلا بی بی سی. نسل جدید فکر و ذهنش فرق میکنه، متفاوت است. یعنی نسل ما شاید آخرین اما نسل برج باشه، اما پل باشه که او طرف هم میفهمه و این طرف باید آمادگی داشته باشه. بعد از ما کسایی که میان اینا کسایی هستن که دیگه باز علاقه نمیداشته باشه. لذا هوش مصنوعی کمک میکنه که چگونه نقشه‌های خود ما بهتر بسازیم، قابل درک بر مردم بسازیم. اشتباهات گرامری می داشته باشیم، هوش مصنوعی را چی میکنه؟ پیدا میکنه. تغییر لحن متن میتونه جور کنه برای ما. مثلا لحن میخوایم رسمی تر نوشته کنیم، غیر رسمی نوشته کنیم، دوستانه نوشته کنیم، برای یک دوست خود جمله نوشته کنیم. مثال اینجا جمله بسیار جالب گفتن نیست، مثلا we need to optimize our workflow as such. ما میخوایم که این جمله خود ماست. پیشنهاد چت جی پی تی مثلا یا هوش مصنوعی چیز let's streamline our workflow by Friday to meet deadlines efficiently. نه یعنی این تفاوت یک جمله ماست و یک جمله هوش مصنوعی است. چرا این مثلا مثالش گفتم مثلا که تونش تغییر داده به خاطر اینکه رسمی تر شد، به خاطر که یک ایمیل بوده که در رسمیت شما روان میکنید به این شکل رسمی تر ساخته شده. as soon as possible نه چیزی که یک اصطلاح است مثلا هوش مصنوعی از استفاده نمیکنه، انسان از استفاده میکنه. این یعنی نرمتر و مؤدب‌تر و واضح‌تر ساخته جمله ما رو، نه مثلا هم نرمش ساخته. ای وی نیت یعنی به نحوی از آنها اگر از نقطه نظر انگلیسی بریتیش ببینین این خودش امر است، نه مثلا امری است که عاجل این کار باید خلاص کنه. این دیگهش که به نحوی از آنها مؤدب‌تر است، نرمتر است، نه جمله را پیشنهاد میکنه. البته در بخش استفاده دفتری مثلا میتونه که موثر باشه. یعنی به این رقم شما میتونید نوشتایتان بهتر و خوبتر بسازین توسط هوش مصنوعی. هوش مصنوعی میتونه که نوشتایی که برای ما کمک کنه بسازیم. مثلا چه نوع نوشتار که ما میتونه کمک کنه بسازیم؟ مثلا اول ایمیل یکی از چیزایی است که مثلا بسیار همیشه ما شما سابقا همراهش مشکل داشتیم. حتی اگر در وطن خود به لسان خود نوشته میکنیم یا دری یا پشتو و پشتو خود ما بسیار کم کسی دیدیم که ایمیل نوشته کرده باشن و بسیار کم کسایی دیدیم که پشتو رو بدون غلطی نوشته کرده باشن. و هر حال عمویی که بسیار داد از چی میزد، همیشه من در افغانستان که بودم کسی که مکتوب پشتو روان میکرد که میدیدم یعنی جگرخون میشدم. خب حداقل به مدری که اگر نوشته کنم یعنی همیشه مشکل میبود نوشتن به دری نوشته که میکردن. باز اگر شما دیده میبودین همی کسایی که در ریاست دفتر کار میکردن باز نفرای سابقا به نام نفر قلم مخصوص میگفتنش، مدیریت تحریرات بود، ریاست تحریرات بود. یعنی شما ببینید که این استراکچر دولتی طوری بود که یک ریاست مختص به این جور میشد که باید تو نوشته کنه. باز دو دیگه الفاظ دولتی چگونه جابجا شد و منظم ساخته شد و دیگه شد. باز دو زمان فقط برای این کارهای نوشتن و مکتوب نوشته کردن اشخاص خاص می بود،
استراکچرها و ساختارهای خاص می بود، دفاتر خاص می بود. چیزی که حالا ایمیل ها هوش مصنوعی به مراتب ساده تر ساختن. اینا در افغانستان بود، از حکومت‌های غربی اومد. من فکر می‌کنم از انگلستان استراکچر اومد. در انگلستان هم همونطور است. انگلستان تا بالا همونطور است. من یک اداره دولتی انگلستان کار می‌کردم بعد از خود که اینجا آمدم. یعنی اونجا که چیزی رو نوشته میکنیم، من اکثرا به نیوزلتر یا مقاله نوشته میکنم. وقتی که نوشته میکردی باز میره با ریاست تحریرات که مثل در وطن ما بود، باز ریاست چک میکرد که کلمش باید ایجا جابجا شه، باز ایجا جابجا شه. یعنی این ساختار به نظر من زمین انگلیسی ها بعد ما آمده بود در وطن ما. لیکن هوش مصنوعی تمام از قصر تغییر داده. نوشتن بسیار ساده ساخته. شما میتونید تون نوشته را استفاده کنید. ایمیل ها رو ساده میتونید نوشته کنید، گزارش جلسات میتونید ساده نوشته کنید، قصه و داستان خلاقانه میتونید ساده نوشته کنید. بسیار بسیار کارهای ساده را میتونید انجام بدید. خواهش من این است که چیزی که شما میتونید مناسب مدافعین حقوق بشر و کسایی که در افغانستان یا زندگی میکنید یا در افغانستان زندگی نمیکنید لیکن با افغانستان همیشه وابستگی دارین، شاید شما کسایی که در خارج هستین با افغانستان همیشه وابستگیتون حالا اگر اولادتان خارج تولد میشه اولادتان شاید از مملکت شه لیکن خودتان همیشه وابسته میمونید. و کسایی که در افغانستان طبعا در وابسته هستند به افغانستان، کوششی شاید محتوایی که تولید میکنید شاید محتوا تکراری باشه لیکن کوششی بکنیم که به لسان خود تولید میکنیم ما شما، به خاطر که غنیسازی لسان ما در عصر هوش مصنوعی یکی از موضوعات بسیار کلان است. ما بسیار کم میبینیم که هوش مصنوعی بداری به شکل درست متریال جنریت کنه. پشتو رو اصلا هیچ فراموش کنید، ولی اقل به مدری هم نمیتونه که متریال به شکل درست بدون غلطی انشایی املایی جنریت کنه. لذا مثلا بسیار ساده سالی قصه و داستان خلاقانه ما یکم وقتا میبینیم هیچ محتوایی نیست که بر اطفال مثلا همین کتابای قصه که میباشه، نه که در خارج که پر است، نه هر جایی که بری برای اشتکای یک کتاب قصه است. در افغانستان وجود نداره. یوتیوب ها رو که ببینی یوتیوب یکم چینل هاست قصای بسیار هم قصای سابقه که وجود داره که برای ما شما میکردن قصه بزرگ چینی میبود، نه بزرگ کده به شکل بسیار وحشتناک کده که اگر پسر چینی نایفون طفل میترسانه یا طفل خوش میسازه. خواهش میست مثلا به خاطر از اینکه حقوق اطفال یکی از حقوق کلان انسانی است، جزء حقوق انسانی است، محتوا تولید شود برای وطن خود ما. یعنی به این بخش اگر کسی بخواد کار بکنه میتونه بسیار کار وجود داره. ای بوکس جنریت کنید توسط هوش مصنوعی به لسان دری و به لسان پشتو، بسیار ساده پابلشش کنید. در موضوع کس اکانت داشته باشه اکانت هاست کنید پابلش کنید. زیاد پول گزاف نمی 5 قیمت شبانه، $5 $2 قیمت شبانه، هیچ فرق نمیکنه. بسیار ساده $10 قیمت شبانه، حد اقل محتوا جنریت شود به لسان ما. یعنی این یکی از موضوعات بسیار کلان است که ما باید چه کنیم. بسیار ساده است. هوش مصنوعی که بگیم برای بوک جور کنه بسیار ساده براتون جور میکنه. در روزمره استفاده میکنید ایمیل هایتون میتونید استفاده کنید، لیکن در ایمیل ها همیشه کوشش کنید هیچگاه به کسی که ایمیل نوشته میکنید نام از او با هوش مصنوعی ندید که به کی ایمیل نوشته میکنید. ضرور نیست که شما مثلا دیروز پرامپت کار کردیم، در پرامپتتون ضرور نیست که نوشته کنید که من به فلان کی خواهم نوشته میکنم جور میکنم باز اتو میکنم باز اتو نوشته بکنید. همیشه گنگ نوشته بکنید به هوش مصنوعی، همیشه گنگ. نام کسی که مخاطب است به کسی که ایمیل نوشته میکنین، تاریخ که نوشته همین مطلبی را که میخواین بگید در پرامپت نوشته بکنید که ما میخوایم این مطلب برای من یک تکست جنریت کنید که در چارچوب ایمیل باشه و ما میخوایم من میره به یکی از کسایی روان بکنم که تون ایمیلم رسمی باشه، دوستانه باشه، بخی جنگی باشه، بخی شکل مثال هیومریس کالا میگنش شوخ مزاجانه باشه. یعنی به این شکل شما میتونید برای هوش مصنوعی کانتکست که براتون جور کرد بازور پس دوباره ایمیلتون بیارین باز دوجه نام و سابجکت و تمام نام خودتان و تمام قصه اونجا تذکر بدید. این یکی از کارهایی که بسیار چی است میخواین انجام بدید بکنید. موضوع دومی که بسیار میبخشید اینجا یک سوال پیدا شد در این بحث آمازون شما یادآوری کردین چون اکثریت دوستا از داخل افغانستان ما رو جوین میکنن، اینا میتونن به کدام شکل میفهم که بیرون درس هم از ولشون اینجا یاد شد و کدام شکل مثلا در این قسمت بعضی قصه ها اینا رو نوشته کنن و به آمازون به خاطر پروش روان کنن. اگر در این باره معلومات اضافی دارین شریک کنین بسیار خوب میشه. تشکر. زنده باشید. مثلا آمازون خب من فکر نکنم از افغانستان از بسیار کشورها کار نمیده، هم از کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا کار میته. کندلش امی که به فروش میرسن
کاری را که دوستای ما کردن میتونم، مثلا من برای نمیبیا و گانا یک وقت چی میدادم از این افغانستان که برآمدم، همین آموزش هوش مصنوعی را میدادم. یک گروه از جوانا بودن. حالا در نمیبیا اون گروه جوانا فعلا همو در انتخابات برنده شدن. حالا فعلا یکی از اون گروه های کلان هستن که در حکومت رول دارن. اولین بار یک خانم رئیس جمهور شد. اونا ما می دسترسی را نداشتن. بسیار ساده میشه این کار. به طور مثال میال امی کمپانی که ما داریم، به طور مثال اینا یک اکانت جور میکنن در آمازون، یعنی یا اونا هم قسم کار میکردن، یک نفر پیدا میکردن یا یک کمپانی را پیدا میکردن یا یک دوستشون پیدا میکردن که اونا در آمازون یک اکانت جور میکردن. ای بوکس اینا خودشون، اونا در افریقا، ما اونا رو تشویق کردم. در افریقا خب به شما معلوم است که بسیار لسانه رو به انقراض است. نه ما شما خود 2 لسان داریم یا 3 لسان داریم. مثلا نورستانی ما رو به انقراض است یا باشه، یا بلوچی شاید رو به انقراض باشه. بلوچی خو نیست چون اونجا یک کتله کلان عظیم وجود داره. خب مثلا باشه شاید چی باشه نورستانی. در افریقا لسانه است که رو به انقراض است. باز اونها ای بوک به مو لسانه نوشته میکردن. بسیار ساده. باز به می کمپانی ها دوستایی که اینجا در انگلستان بودن که اکانت آمازون می داشتن، پی دی اف فراهم میکردن و او آنلاین میشد به فروش. جالبش چی بود که در اونجا خب معلوم است که چند نفر به فروش میرسه و چند دانه به فروش رسیدنی. به مو اکانت باز به مو ایمیل آدرس و پاسورد مو نفر هم دسترسی می داشت در نمیبیا در افریقا. فقط امی فروشی که میشد یا دلیوری که از طرف از یوکی میشد به اون نفر پیسه که به اکانت میاد، نفر میفهمید که پیسه به اکانت آمده. امی کس یا امی کمپانی یا امی جو پس دوباره پیسه‌ش برای زو اولا میکرد یا ترانسفر بانکی میکرد، یعنی بدون کدام مشکل. در افغانستان میکرد بسیار ساده امکان پذیر است که شود اگر کسی علاقه‌مندی داشته باشه، مثلا مثلا یک شبکه ایجاد کنه، جور کنه، مثلا این کار بسیار ساده میشه انجام شد. از طریق یک اپلیکیشن میشه انجام شد، از طریق یک ایجنت میشه انجام شد. شرط چیزی که اراده وجود داشته باشه. یکی دومی که در پولی اراده کنسیستنسی که میگنش، یعنی استمرار، یعنی پشتکار وجود داشته باشه. در افغان‌ها در اول گرم میباشن، یک قصه پیش میرن، باز بعد از اون دیگه خواه میبرد کنه. لیکن اون مردم قصه خودم پیش بردن. یعنی من 3 سال پیش ترینینگ داشتم، یا فعلا ارسیش تقریبا ارسی گروپ فعلا در دولت هستن، یعنی اکتیویستای کلان بودن، انتخابات برنده شده. یعنی این یک راه دیگه است که میشه که ما دوستایی که در کابل کار میکنن از کسایی که در خارج هستن این فسیلیتی رو برشون مهیا کنن. با پول پس دوباره کلش به افغانستان انتقال شد که هم معیشت از اونها برقرار میشه، هم در پولی معیشت برای نسل نوی ما که اطفال که هستن یا دیگه که در وطن کلان میشن بدون از سنمو کانسپتی که برایشان جور کرده. شما یک چیز دیگر از نقطه نظر حقوق بشر باید بسیار به ذهنتان داشته باشه. در افغانستان شستشوی مغزی اطفال روان است. شما بخواید نخواید، شما به این خوش نباشین تنها دختران رو در مکتب میمونن. شما باید بسیار جگرخون باشین. چرا مکتب بچه‌ها وجود داره، باید مکتب بچه‌ها بسته شه. میفهمین چرا براتون میگم؟ به خاطر که بجای از اینکه دخترایی که در خانه میمونن که مکتب نمیره، حداقل شستشوی مغزی خود نمیشن. لیکن اون که مکتب میره شستشوی مغزی میشه. امروز لونگی شد، سبا دیگه قسم میشه، آیستا دیگه قسم میشه. بالاخره یک نسل به بار میه که هیچ اصلا زن حقوق زن خلاصه هیچ چیز بر رسمیت نمیشناسه. یعنی یک نسل شستشو شده مغزی وجود. لذا بر از این نسل که در مکتب پر میشه شستشوی مغزی میشن، حداقل مادرها، خواهرها، فامیل در خانه مثلا وسایل دیگه داشته باشن سرگرمی، ای بوکا باشه، گیم باشه، تر مثلا بسیار چیزای دیگه باشه که اینا رو با دنیای فراتر از دنیایی که براشون تدریس میشه از اینا رو وصل کنه و حداقل یک نسل میانه تربیت شود که در مقابل از شستشوی مغزی همیشه حداقل مقاوم باشن، ریزیلیت که میگنش. این مو نظر من است. باز دیگه شما اقدام میکردین ما در خدمت هستیم. صحیح شد که سوالتون جواب دادم؟ تشکر دکتر. چیزی دیگره که مثلا ما راجع به هوش مصنوعی فکر میکنیم، چی وقتایی که در نوشتن مثلا گیر میمونیم، هوش مصنوعی میتونه ما رو کمک کنه. مثلا writer's block using AI tools. مثلا بعضی اوقات یک چیزی رو نوشته میکنین، همین فکر در کلیتون یک دمی از این کلیتون فکر میبره، خب بالاخره چی کنید؟ مثال ساده مثلا میتونه که بر شما ایدیا بده. هوش مصنوعی میتونه بر شما ایدیا بده. برینستورمینگ پرامپتس که میگنش نه، برینستورمینگ پرامپتس یعنی پرامپت های برای شما از پیش سوال میکنه که برای شما ایدیا بده.
که شما کمک کنه که شما یک ایده رو پیدا کنید. طور مثال از پیش پرسان میکنید برای ما 5 عنوان مقاله رو بدید راجع به ترندهای کاری از راه دور. از راه دور کار مردم میکنه 5 عنوان مقاله. یا چیزی دیگه که مثلا شما اوتلاین جنریشن پسر کلش نوشته کردین 50 صفحه یک راپور نوشته کردین، لیکن حالا خلاص از اینکه میخواین یک کسایی که یکی از دختر خانمایی که اینجا اشتراک هم میکنن گفتن که ما در اخبار کار میکنیم، مثلا فاطمه جان بودن. اوتلاین جنریشن کل 4-5 تا اخبار است، مقاله است، شما مقاله طولانی است، بجای اینکه بشین دانه رو بخونین موضوع مثلا هوش مصنوعی که شما کمک میکنه که خلاص از این مثلا چطور میشه که پیدا کنید. یک راهنمای گام به گام به طور مثال براتون انجام بده. یا مثلا میخواین که یک مقاله نوشته کنید، در مقاله طولانی یا ریسرچ نوشته کنید، از پیش کمک کنید بر ما ریسرچ ما رو اوتلاینش بده. برای استپ به استپ بگو که چی کنم، اول چی کنم، دوم چی کنم، سوم چی کنم، چهارم چی کنم. یعنی به این شکل میشه که شما کمک کنم. استفاده از تشبیه یا مقایسه که میگنش، انالیز که میگنش. explain blockchain technology using everyday metaphors. یعنی شما یک چیز از پیش درخواست میکنید که برای من تشریح بکن، لیکن با استفاده با مثالای روزمره. یعنی یک چیز رو میخواین مقایسه‌ای از پیش پرسان بکنید. خلاصه به این شکل شما هوش مصنوعی در جمع‌بندی کنیم استفاده واضح ساختن جملات براتون انجام میده، خواندن براتون آسان‌تر میکنه، گرامرتون تصحیح میکنه، اشتباهات کم میکنه، تغییر لحن براتون انجام داده میتونه. شما میتونید یک چی نوشته کنید، یک ایمیل نوشته کنید، همون ایمیل پس براش پیست بکنید، براش بگید مثلا تغییر لحن زیر رسمی بسازید. در مثال ساختن پیشنویس، مثلا درافت یک مقاله رو براتون جور میکنه، از صفر نوشتن آسان میسازه. به جای اینکه صفر شروع کنید میشه که پیشنویس داشته باشید، سر از او باز کار کنید. و کمک وقتی که گیر میمونید، یعنی هیچ چیز فکر تازه در کلیتون نیست، کمکتون میکنه که یک فکر تازه براتون بده و پیش برید. مثلا شما میتونید بلاگ‌های حقوق بشری داشته باشید در افغانستان. بلاگ یک چیز بسیار مهم است فعلا در دنیای مجازی. هر کدام شما پروفایل شما رو بلاگ‌ها بهتر ساخته میاد. مثلا شما هیچ از گوگل بلاگر استفاده نمیکنید، من میگم چرا نه؟ من هیچ علاقه‌مندی به بلاگ ندارم. یک وقت بود، یک وقتی فرهنگ بود، فرهنگ از شرقی‌ها یگان تا کپی شده آمده به غرب، لیکن غرب از این فعلا استفاده بسیار کلان و نهایی میکنه. یک وقت در وطن های ماشمول بسیار کمود بود. من نمیفهمم اول قصه سوال قبول کنید. شما تصور بکنید خب ما قدر پیر نیستیم، نمیفهمم شما شاید جوانتر باشین، لیکن من چیزی که در ذهنم میمونه مثلا کتابچه خاطرات بسیار مود بود. کلی کتابچه خاطرات داشت. بازدو کتابچه خاطرات عکسکو از مجلات قیچی میشد، بازدو چسبانده میشد، مثلا نقاشی ها میشد، گلا مثلا در وقتا ورقای چیده می بود. کسی که بسیار پیسه‌دار می بسیار چی بود، باز کتابچه وجود می داشت که کنجایش گل می داشت، نه گلدار می بود، اما تو گل پرنت شده می بود، گرچه پسانا پیدا شده بود. یعنی اینه بلاگ میگن. اینمیک آیدیا این اصلا شرقی ها بود. شرقی ها زیشی بودن. تمام تاریخ، مثال کلام براتون بزرگترین تاریخ تمدن اسلامی تاریخ ابن خلدون است. از بلاگ نوشته شده. یک آدم بوده کتابچه خاطرات داشته، کتابچه خاطرات خود نوشته کده 14 جلد ابن خلدون است. نه امروز از نمو عصر که ما فعلا خبر داریم و تاریخش از برکت کتابچه خاطرات یک آدم است. مثال ساده براتون گفتم، مثلا یعنی این بسیار رول داشته در شرق. تمام پاچه ها کتابچه خاطرات داشتن، کتابچه خاطراتشون اکثرا به کتابای تاریخ و بسیار کتابای معتبر تبدیل شد. عبدالرحمن خان داشت کتاب تاریخ داشت، مثلا به طور مثال شیر علی خان داشت به طور مثال کتاب تاریخ داشت، کتابچه خاطرات داشت که به کتاب تاریخ تبدیل شده، از مردم استفاده کرده. مثلا پاچه‌های ما داشتی کار می‌کردن. این فرهنگ در غرب اومد، غرب بیل کپی کرد، به نام بلاگ ساخت. سابق به نام تنها بلاگ تکست بود، باز وایس بلاگ پیدا شد، حالا ویدیو بلاگ هم پیدا شد. این مردم نمی‌دونن یوتیوب لگی هستن بلاگ میکنن، نمی تمام روز سر میکنن، لیکن از شرق فرهنگ از بین رفت، گم شد. واقعا بسیار زیاد کار کردن. من میبینم بلاگ های ایرانی رو زیاد کار میکنن به لسان، حتی به نوشتن و برای فرهنگ. ما شما نمیکنیم، شما هیچ علاقه‌مندی رو ندارید و این فری است.
نمی خود گوگل که برید نمی اکانتتان تنها بدون جیمیل اینجا 20 اپلیکیشن دیگه فری وجود داره. شما میتونید همونجا پروفایلتان رو مثلا براتون یک وبسایت جور کنید، پورتفولیوتان اپلود کنید، سی وی تون اپلود کنید، براتون میتونید یک بلاگ جور کنید، بلاگر میگن اونجا یک بلاگ جور کنید، اونجا نوشته کنید. هوش مصنوعی بسیار کمک کرده میتونه. خب این خلاصه قضیه بود که من به شما گفتم. مشکل اینجا خود دیگه عکس شکلک نداره دیگه، اون نمیگم کتابچه خاطرات. یک وقت مودش از سکسکامی بود. شما بعضی رال موقعی که شما قدیمی فکر میکنم یک وقت دوران دکتر سیم نجید یا آخرش یک مجله میومد به نام مجله سباوون. باز دیگه کلگی منتظر از این به نظر ما یک بار چاپ میشد. باز دیگه او کلگی اون وقت شما دیده بودید ورقای بسیار لوکس نمی بود، ورقای زرد می بود. در کل مجله تنها 2 ورق مابینی که می بود تو رنگ می بود، دیگه کلش دیگه سیاه سفید می بود. یعنی اون وقت معاصرترین تکنولوژی می بود. باز اون مجله را باز از اون مجله اون اکثر مردم چی میکردن، بروش میکردن، هر چیزی راجع به هر چیزی که نوشته میکردن. چون مردم نوشته میکردن، مردم کتابچه شعر می داشتن، شعر و شاعری نوشته میکردن. لذا بلاگ یک چیز بسیار خوب است. ما امیدوارم شما پس به بلاگینگ رو بیارید، خاطر اینکه فرهنگ زنده نگاه میکنه. حالا اومدیم راجع به اینکه گفته که classify the following AI uses in writing tasks as effective or not effective. شما ببینید که کدام یکی از این جملاتی که اینجا گفته استفاده هوش مصنوعی در امی نوشتارا که در اینجا تذکر داده شده موثر است یا نیست. گفته که using AI to fix spelling errors in a client proposal. اینجا استفاده از هوش مصنوعی موثر است یا غیر موثر؟ بسیار موثر است. effective. بله. Submitting an entirely AI generated report as original work without edits. این بسیار خیانت کلان که هوش انسانی است. Entirely AI generated report as original work without edits. این می کلانترین اشتباه. هر AI report باید شما ادیت کنید. شما وقتی میتونید کانتنت خوب با هوش مصنوعی جور کنید که بسته راپور کدش جور نکنید. آیدیای خود ذکر کنین، او که براتون همون تکست خوبش جنریت میکرد همون یک بخشش میشه. بعد از اون میرین نکست، بعد از اون میرین نکست، یعنی قدم به قدم و هر بخش شما بخوانین و بفهمین که چی تذکر داده شده. سوال دیگه گفته سوم نه درخواست از هوش مصنوعی برای پیشنهاد 3 مقدمه مختلف برای پست وبلاگ نه که 3 alternative introductions نه مقدمه برای بلاگ پست 3 سجشن از پیش خواسته. گپ بسیار خوب است نه برای ایدیا بوده. ایدیاز از هوش مصنوعی گرفتن بسیار خوب است. استفاده از هوش مصنوعی برای تبدیل نکات خلاصه به صورت میتینگ مینتس نه، یعنی خلاصه bullet point using AI to convert bullet points into detailed meeting minutes نه، bullet point به صورت جلسه به شکل تفصیلی تبدیل کنه نه. مثلا افکتیو است نه، سابمیت میکنید و پیش میریم. درست است. این حال گفته که اینجا ببینیم که در از پیشتون دی سناریو چی خواسته. دی سناریو خواسته که ای افکتیو است، گفته که you need to write a LinkedIn post announcing your company's new sustainability initiative but don't know where to start. نه؟ در لینکدین میخواین یک پست بده راجع به اینکه در کمپانیتان یک ابتکار یا خلاقیت راجع به sustainability پیدا شده نه؟ رفتن AI prompt that یک AI prompt نوشته کنید که specifies platform
مشخصا باشه به این پلتفرم، یعنی لینکدین. mentions key elements، یعنی عناصر element های خاص ذکر کنه، sustainability initiatives، company values، و request a friendly professional tone. یعنی به این شکل یک پرامپت باید شما چه کنین؟ help me write a LinkedIn post. your prompt. اینا رو اینمیجه دمی بسیار ساده. وقتی که از پیشون پرسان میکنین که مثلا help me write a LinkedIn post، چگونه میره برشون نوشته میکنین، چگونه براتون این کار انجام میده. در پرامپت ما شما دیروز خوانده بودیم چند چیز موثر بود؟ اول مرتبط باشه، دو دقیق باشه، گپش درست باشه، سوم زبانش ساده باشه. نه زبان ساده و مناسب. نه اینا بسیار ساده. اینا از این 3 پوینتی که بر شما گفته شده، از این 3 پوینت ما شما چی جور میکنیم؟ پرامپت جور میکنیم. صحیح شد؟ help me write a LinkedIn post. صحیح شد؟ post comma announcing our company's new sustainability initiative. صحیح شد؟ announcing our company's new sustainability initiative. صحیح شد؟ از این خود چیزی که گفته شده. گفته که امی پست company values or company values هم باید داشته باشه. highlight our company's core values. نه اینم تذکر بتین. طور مثال core values چی است در کمپانی تو؟ مثلا در کمپانی ما میتونیم بگیم که like innovation، مثلا core value ماست، یا مثلا responsibility and مثلا equity. نه core value تو هم بیان میکنیم. صحیح شد؟ باز برش میگه که use چی؟ friendly professional tone. use a friendly professional tone. صحیح شد؟ suitable for key audience رو بیان میکنیم. برای کی میخواین داشته باشه؟ for professional business key business for دیگه سرچپیشن داشته میکنیم. business professionals. در کدام پلتفرم یوز میکنیم؟ LinkedIn and LinkedIn leaders. حالا ترای میکنیم. صحیح؟ بیایم که تنها نوشته کنیم براشون بگیم که برای ما یک چی کنه که کمپانی شما یک sustainability پست داره. صحیح؟ sustainability write a LinkedIn post announcing our company's new sustainability initiative. نه این سوال کردیم. حالا بیاین سعی کنیم که اوش مثلا چی جواب میدن. قصر سعی کنید 20 آپشن شد. نه پس دوباره شما را کارخانگی داد که برین چی را بخونین چطور نکنید. پیشتر که براتون مثال میگفتم که اگه تو پیست کپی میکنه سعی کنید میبینید پیست کپی، اینو پیست کپی کردی بدون از اینکه بخونید. اینجا آمده که در یعنی قوسک برات داده. در قوسک برات گفته که اینجا اون ولیوز نوشته کنید، کی گول و تارگت نوشته کنید، یور اندستری نوشته کنید. از شما فراموش شده تو آمدین. اینا رو ببینید، سعی کنید دمی چی هم توکنا رو دیدین که توکن پیشتر یادداشت نکرده بودین. خلاصه چقدر بود؟ به هر حال
یعنی اینقدر یک قصه طولانی رو جور کرد که ما بالاخره نمی‌فهمیم که از کدام از استفاده کنیم. باید کل زیر پس دوباره سر بخونیم. به جای از اینکه هوش مصنوعی کار شما رو ساده کرده باشه، کار شما رو مشکل ساخت. اینا رو بیا اینو تو کنیم. اینا لی پرامپت نو که نوشته کردیم، این پرامپت نو از پیش پرسان کنیم. باش که قسمی کار میکنه. ببینیم چی میکنه. این بجای آپشنو درافت لینکدین پست سعی کنید. مستقیما برای شما چی داد؟ لینکدین پست براتون امو کل اوتلاینش داد. نام کمپانی تو اینجا نوشته کنید. ما در پرامپت ما نام کمپانی خود نوشته نکرده بودیم. صحیح؟ By our core values, innovation, responsibility, and equity. Today, we are excited to announce a significant step forward in living those values with the launch of our new sustainability initiative. اینجا سوال کرده سعی کنیم گفته که insert 1 to 2 sentences briefly describing the initiative. حالا initiative رو نگفته بودیم که چی initiative هستی. باز به خاطر initiative اینجا مثال گفتم. This initiative focuses on reducing our carbon footprint by 25% by 2027 به خاطر sustainability است. رو یعنی به این شکل یک جمله رو باید اینجا جمله مین باید تذکر بدیم. We believe that sustainability isn't just a trend, it is a fundamental responsibility تا به اینجا. This initiative will میگه key actions شما میگیرین نوشته کنین. یک مثال خودش داده. Will involve investing in renewable energy sources in partnering with local communities. کل قصه رو برکن کرده. این هم هشتگایتان. هر چقدر شما خوبتر نوشته کنین جواب اونقدر بهتر میگیرید. دیدین که شما پرامپت باید چطور نوشته کنین؟ دیگه این بسیار مهم است که پرامپت باید بهتر و خوبتر نوشته کنین. هر چقدر پرامپت خوبتر و بهتر نوشته کنین همونقدر جواب خوبتر و بهتر میگیرید. سوال دیگه گفته است پیش شما اینجا کرده که اینجا شکل خلاصش. You're experiencing writer's block while preparing an article on remote work trends. میگه writer block چی معنی؟ یعنی که خلاصه همو یگان در وطن ما میگه اصطلاح است. دیگه کلمه کار نمیتونه. میگه کلمه دیگه کار نمیتونه. یعنی که دیگه شما یک در حین نوشتن دیگه ایده رو نمیتونید جنریت کنید. دیگه ون ماندید. میخواین از هوش مصنوعی کمک بگیرید. موضوعتون چی است؟ یک مقاله میخواین نوشته کنید سر ریموت ورک ترندز، یعنی کار از راه دور، ترندایی که در این بخش وجود داره. To spark ideas, use an AI tool. شما یک هوش مصنوعی استفاده میکنید which generates the following 5 headline suggestions. که 5 چیزی بر شما پیشنهاد کردن. headline suggestions. History of work، تاریخچه کار. Remote work، کار از راه دور، transforming the modern workplace، یعنی این مورایده که براتون انتخاب کردن. Why offices are important. نه چرا دفاتر مهم هستند. Embarrassing the remote revolution, trends you need to know. Balancing home life and work tips. Home life and work tips for remote employees. ای 5 عنوان است. وظیفه شما چی است؟ از هوش مصنوعی سوال کرده بودیم که ما بعد ماندیم برای چی که هوش مصنوعی بر 5 عنوان شده. حالا جواب سوال چی است؟ Select the 2 most relevant and engaging headlines. از این 5 تا 2 دانه هدلاین واقعا مطابق این ارتیکل باشه شما باید انتخاب کنید و یک اکسپلینیشن باید برش نوشته کنید که چرا شما اینو انتخاب کردین. 1 or 2 sentences for
for each choice, highlighting why it effectively addresses the topic and would attract readers' interest. یعنی این کار باید شما در 5 عنوان ببینید. اگر شما میخواین که سر کار از راه دور مثلا چی کنید، مقاله نوشته کنید، درست است؟ و ترندش مثلا مورد بحث قرار میتونید، remote work trends to spark ideas. ها آله کدام از این 5 تا کدام 2 تا از نقطه نظر شما عنوانای بسیار جالب به مقاله ایتان است؟ کی گفتم میتونه؟ استاد یک 2 دقیقه وقت بتین ایره بخوانیم ببینیم. بفهمید. استاد من فکر میکنم پنجمیش یک تاپیک، یک تایتل خوبه بر تاپیک باشه، به خاطر که در مورد زندگی و کار صحبت میکنه و در دنیای مدرن فکر کنم ما بیشتر نیاز داریم که در این مورد بدانیم تا اینکه بریم هیستوری رو بخونیم یا چیزای دیگه ایره، یا که در آفیس چی مهم است. خب درست اونا هم مهم است، ولی این 2 بود قضیه رو میگیره، هم بود کاری هم بود شخصی را. فکر میکنم روی ازی اگر نوشته صورت بگیره خیلی خاناتر باشه و طرفدار بیشتر داشته باشه. فراموش نکنیم که خوبی تاپیک مهم نیست. خوبی مهم نیست که راجع به چیزی که شما نوشته میکنین راجع به اون مرتبط است یا نیست. آرتیکل راجع به ریموت ورک ترندز است. این متوجه باشید، یعنی باریکی رو متوجه باشین. میتونه که از این قاب بسیار آیدیای نو باشه، خوبش باشه. اینجا خوب 5 چیزی بسیار خوبش است. مثلا میتونی سر کدامش نوشته کنی، لیکن کدامش مشخصا راجع به ریموت ورک ترندز است. این دوم استاد فکر میکنم دوم هم خوب است، 4م هم خوب است هرجیشان، چون مرتبط با تاپیک هست. دیگه کس نظر داره؟ راجع به مرتبط به تاپیک باید چیزی که پیدا میکنید، یعنی شما باید نمی جوابا که دیدیم که مغالطه صورت میگیره. نه مغالطه چی صورت میگیره که بهترین تاپیک خوبش اینی چیز است، کل گینین انتخاب میکنه. فهمیدید؟ به خاطر که یک مضمون نه، یک چیز جالب نه پیشکش میکنه برای شما. لیکن بخاطر هوش مصنوعی بعض اوقات لیکن اینجا در کل درسی که دیروز خواندیم یک چیزی وجود داره، چیزی است مرتبط بودن است، ریلیوانس. با موضوعی که شما گپ میزنید ریلیوانسی وجود داره یا نداره. هوش مصنوعی اگه وقتا ریلیوانت نمی باشه به تاپیکی که شما گپ میزنید، لیکن بسیار موضوع خوب دیگر رو از یک جای دیگه پیدا میکنه، میاره پیش روتون. مثلا که کار هوش مصنوعی هم است. این موضوع یک موضوع کاملا غیر مرتبط با کار شماست و عنوان مقاله‌تان است، لیکن بسیار موثر است. سر از این میشه که یک مقاله کاملا جداگانه جور کنید، کلی گیر انتخاب میکنه، لیکن این یک اصل کلانی و که رو در پانتین ما شما خواندیم که ریلیوانسی است، او را زیر سوال میبرد. مثلا یکی از گزینه‌های اساسی اینمی است که مثلا ریموت ورک بیان میکنه. در ریموت ورک اینجا چی رو بیان میکنه؟ transformation made by remote working. یکی از موضوعات است که اینجا بیان میکنه. مثلا گفته که ریموت، شما راجع به خوبیای ریموت ورک گپ میزنید در این مقاله‌تان. اینمی ترانسفورمیشن که چگونه ریموت ورک ترانسفورمینگ the modern workspace، نه ورک پلیس چگونه ترانسفورم کرده. اینمی ترانسفورمیشن اینجا بیان میکنه. یکی از این موضوع. دیگه موضوعی که اینجا مثلا بیان میکنه این است که embarrassing همیشه یکی از کلمات از هوش مصنوعی استفاده میکنه. همیشه که هر کس دیدین بفهمید که کاپیس از هوش مصنوعی. خب ای از جمله کلمات اصیل انگلیسی نیست، یعنی قبل از چت جی پی تی زیاد مردم استفاده نمیکردن embarrassing، لیکن یه کلی حال زیاد استفاده میکنه خاطر که هوش مصنوعی مود ساخته. لذا که دیدین بفهمید که هوش مصنوعی چت جی پی تی دست زده. اگر نفر نوشته کرده بود خوب که استفاده کرده بسیار گپ خوب، لیکن اگر گفته بود که نه مقاله شخصی خودم است که بسیار متنش زحمت کشیدیم به دو صورت
فهمین که دروغ میگن. Embarrassing the remote revolution. Trends you need to know. سایکو چند چیزیه. Remote revolution و trends. دو موضوع رو مثلا نمی مقاله چی میکنه؟ مورد ارزیابی قرار میتونه. موضوع کلان دیگه که شما پیش‌روی می داشته باشین در استفاده از هوش مصنوعی این است که بعضی اوقات شما با تکست های بسیار کلان سر و کار می داشته باشین. وقت خواندنتان کم می داشت. گرچه من یک تولز کاملا مشخص و جداگانه برای شما نشان دادیم، امیدوار است موضوع شما استفاده کنید همیشه و نمیفهم حالا میکنید نمیکنید. به هر نوتبوک علم گوگل که براتون تشریح دادم سر یک درس کاملا جداگانه داشتیم. لیکن وقتی که متن زیاد است و وقت کم است، هوش مصنوعی مولد میتونه که برای شما بهترین گزینه باشه و از اون میتونید شما استفاده بسیار موثر و خوبتر انجام بدید. مثلا گزارش خیلی طولانی است، چی وقت بخوانیمش؟ یادتان است ما شما گزارش حقوق بشر از وزارت خارجه امریکا رو نی تقریبا 50 صفحه بود. ما شما در یک بلاگ 70 دقیقه‌ای از جور کردیم که در آدیو بود و ما شما فقط از او یک صفحه خلاصه قصه جور کردیم نه در استفاده از نوتبوک کلین کردیم. استاد گزارش حقوق بشر در 2023 بود و او استاد نوتبوک علم خیلی خوب کار داد بر من. چندین تا مقاله و کتابا خلاصه کردم ازش. تشکر استاد. استفاده کنین مثلا به شکل موثر و خوبتر. از اونجا میتونین که ویدیو رو اضافه کنین، یک ویدیو یوتیوب رو پرتین. خلاص ویدیو یوتیوب رو بشنوین مثلا طور مثال نه بسیار چیزای جالب دیگه مثلا میتونین از یاد بگیرین. در دیگه بسیار یعنی نه تنها تکست است، مثلا ویدیو رو یوتیوب میتونین پرتین، خلاصه ویدیو یوتیوب براتون میکشه. شما باز میتونین کنه خلاصه را شکل یک مقاله خوبتر جور کنین، پس دوباره باش اضافه کنین از سورس و از او استفاده کنین من حیث از اینکه براتون چی جور کنه، ترانسکریپت جور کنه، مثلا یک آدیو بلاگ براتون جور کنه. دو نفر گپ میزنن آدیو بلاگ می‌داشته باشن. به هر حال استفاده کنین از چیزایی که میخوانین. لذا هوش مصنوعی نمی‌جاست که مثلا قصه‌های طولانی رو براتون کوتاه‌تر می‌سازه، خلاص‌تر می‌سازه. به خاطر از اینکه شما بتونین که متن‌های دراز خلاصه کنه، هوش مصنوعی میتونه که امی الگوها و امی رپیتیشن در متن تشخیص بده. این کار هوش مصنوعی به شکل خوبتر انجام میده، در حالی که خود هوش مصنوعی بعضی اوقات رپیتیشن میتونه انجام پترن دیتکشن نه مثلا هوش مصنوعی انجام دادن میتوانایش داره مثلا و میتونه که گرچه هوش مصنوعی نمیفهمه، یعنی اما درک از اندرستندینگ نداره، مثل که ما شما گپ زده بودیم نه که هوش مصنوعی به معنای فهم و تفهیم چیزی رو نمیفهمه، لیکن پترن میتونه پیدا بکنه و هوش مصنوعی میتونه که رپیتیشنز پیدا بکنه. مثلا مثل ما نمیفهمه، لیکن میتونه که بسیار خلاصه و دقیق فشردهش بسازه، کلمات مشابه از بین ببره، پترن‌ها رو تشخیص بده، رو خلاصه بسازه. لیکن این به این معنی نیست که گپ میفهمه. فهم هوش مصنوعی نداره مثل که انسان نداره. مثال یک نوشته کنیم که 20 نظر مشتری درباره یک اپلیکیشن نه، یعنی سامرایز مثلا 20 customer reviews about the productivity app نه، راجع به یک اپلیکیشن است نه. اصل موضوع می بوده. خلاصه هوش مصنوعی است که مثلا users praise the intuitive interface mentioned 15 times more but request dark mode 8 times in offline access 12 times. یعنی شما ببینید که کاربران میگه که از رابط از قسمت ساده از این اسکرین ساده از این خوششان آمده، مثلا 15 دفعه ذکر کرده این موضوع را. دارک مود نایت مود که است مثلا 8 بار ذکر شده و دسترسی آفلاین 12 بار ذکر شده. اینو میگه مثلا میخوانه. یعنی شما ببینید که هوش مصنوعی نظریاتی که راجع به اپلیکیشن بوده کل زیر خلاصه ساخته
کل اون نظریات کامنتار خوانده داخل چی گفته؟ کل قصه سر سه موضوع میچرخه. اینتویتیو اینترفیس گفته 15 دفعه در کامنت ها ذکر شده. دارک مود 8 دفعه ذکر شده. آفلاین اکسس 12 دفعه ذکر شده. این حال کسی که اینمی اپلیکیشن ریفیوش پروداکتیویتیش چی میکنه؟ مثلا داده به هوش مصنوعی که برش خلاصیش جور کنه، حالا بسیار ساده میفهمه که اولویت اول برش چیه. اولویت اولی است که اینتویتیو اینترفیس سرش فوکس زیادتر کنه، آفلاین اکسس با سرش فوکس کنه، باز دارک مود با انهانس شو سرش فوکس کنه. این اینجا است که هوش مصنوعی در مثال کمک کنه میتونه. بسیار واضح باید بگویم specify length. وقتی که شما از هوش مصنوعی چیز رو درخواست میکنین، باید بسیار واضح برشون بگوین که چند صفحه، چند 10 صفحه کار دارین، 3 بولت پوینت کار دارین، 200 کلمه کار دارین، 500 کلمه کار دارین. لنت بسیار مهم است. highlight priorities چی چیزا برای شما اولویت داره. focus on what financial risks mitigation strategies. سر چی فوکس کنه. و preserve context باید چگونه حفظ کنه. maintain technical terms for engineering documentation. مثلا شما راجع به یک موضوع انجینری گپ میزنید، یک وقت میبینید که قصه بسیار اینفورمال آمده، خاطر قصه بسیار تکنیکال داکومنتیشن انجینری، به خاطر هوش مصنوعی شما نگفته بودین که داکومنت برای انجینرینگ داکومنتیشن است، یعنی کانتکست برش بیان نکردن. هر باری که شما با هوش مصنوعی گپ میزنین کانتکست باید یادتان نره. کانتکست چی مانا؟ بیشتر ما گفته بودیم کانتکست بیشتر در پرامپت مدلینگ ما باش گفتیم for business professionals که تا لندن یوزر هستن. یعنی کانتکست برش بیان کردی که با مول ساند و نمو چارچوب کلمات استفاده کنید. لیکن اگر اون موضوع مثلا راجع به ادبیات باشه شما باید برش بگین که مثلا در کانتکست لیتریچر. اگر موضوع حقوق بشر باشه هیومن رایتس برش بگین. در هر کانتکستی که هست بسیار ساده باید برش کانتکست ها رو بیان کنید. effective prompting. پرامپت موثر چگونه باید پرامپت خوب و خلاصه برش نوشته کنیم. بسیار ساده است پرامپت. چند چیز باید من define the purpose، هدفتان باید برشون بگوییم. set structural rules، یعنی امون ساختار رو باید مشخص کنیم. مثلا در قالب 3 نقطه برش بگوییم use bullet points with bold headers for each section. یعنی ساختار برش بیان میکنیم. برتن مقاله نوشته بکنه، bullet point های داشته باشه، هدلاینش بولد باشه یا هدلاینش اندرلاین داشته باشه، یا با جای bullet point براتون یک دو سه شماره گذاری کنه. in request verification include source page numbers for key statistics. شد اگر در کدام جای از کدام جای برای شما معلومات گرفته، برای شما در اون معلومات نوشته کنه سورس همون معلومات و نمبر صفحهش که از کجا اون رو گرفته. یعنی همیشه از هوش مصنوعی نبینید که نوشته کنه براتون، سورس رو پرسان کنین و برشون بگین که سورس رو براتون کد کنه، از کدام داکومنت کدام نمبر صفحه رو استفاده کنه. خلاصه هوش مصنوعی همیشه باید بررسی کنیم، چون ممکن است زیاد ساده کنه یا ممکن است که بسیار نقاط عمده را فراموش کنه. مثلا وقتی که میگنش که چی کنن ساده سازی کنه. و پرکتیکال اپلیکیشنز، یعنی استفاده دقیق از کاربرد واقعی در محیط کار یا درسی است که مثلا گزارش‌های داخل تیمی مثلا شما اگر دارین internal reports دارین compare quarter 3 sales data across regions highlighting top performance. مثلا یکی از موضوعات است که اگر کدام راپور داخلی دارین در کمپانی کار میکنید میتونید مثلا به این شکل راپورتان کارت 3 راپور سیلز دیتا راپور برش اپلود کنید و از پیشش این چیزی درخواست کنید. ریسرچ سامریز، مثلا شما extract methodology in conclusions from this critical مثلا clinical trial report، یک ریسرچ سامری دارین، ریسرچ ریپورت دارین از یک جای پیدا کردین، میتونید خلاصه از اون ریسرچ ریپورت براتون پیدا کنید. کاستمر فیدبک، مثلا نظریات مشتریانتون آمده 500 نظر آمده برش پیست میکنین، از پیش پرسان میکنین که مثلا خلاصه نظریات چی بوده، سر کدام بخش باید فوکس کنید. تمام نظریات به اون شکلی که بیشتر براتون گفتیم شکل ساختاری شما چی میکنید انجام میدید. اساسات اصلی که شما از هوش مصنوعی به خاطر
کار روزمرهتون استفاده میکنید و چی است که هوش مصنوعی را من حیث همکارتان فکر کنید، یعنی کلابوریشنز هم روش ایجاد است. خلاصه به عنوان نقطه شروع استفاده میکنید، بعد از خودتون اصلاح میکنید. مثلا موضوع تنها خلاصه رو به اون نمیگذارید. دقت، مثلا آمار و معلومات مهم را به منابع اصلی باید بررسی کنید که از کجا پیدا کرده هوش مصنوعی، و فیرنس، اتیکس، اخلاق مداری یا استفاده شده در مواد و محتویاتی که از طرف هوش مصنوعی تولید شده، تمام دیدگاه را شامل بسازیم. یعنی واقع بین باشین و تمام بخش ها مثلا در اونجا مد نظر گرفته شده باشه. خلاصی نهایی است که مثلا هدف خلاصه رو باید تعیین بکنیم. چی میخوایم اکزیکیوتیو، چی میخوایم از هوش مصنوعی در جریان پرام، یا بدانه که چی مهم است. هوش مصنوعی رو باید یک ساختار بدیم، بگوییم که بولت پوینت داشته باشه، عنوان، اندازه است، چند صفحه، چند کلمه، تمام از این باید بر ساختارش رو باید بدیم و در آخر چیزی که تولید میکنه رو باید بررسی کنیم. یعنی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که مثلا شما باید اینجا رو یاد داشته باشین و میخواین. پرکتیس چی رو میگم؟ پرکتیس اینجا میگه که شما AI generated summaries can sometimes miss crucial details. مثلا کنید یکی از موضوعات کلانی که در شما تکست خلاصیش از هوش مصنوعی پرسان میکنین و یه است که هوش مصنوعی میتونه که بسیار اما تفصیلات اساسی رو فراموش کنه یا نوشته نکنه، خصوصا وقتی که پرامپت ها are not precise enough، یعنی شکل دقیق مشخص نیست. بعضی از نمونه و سوال چی ما اینجا داریم، اینجا تذکر داده شده که مثلا اینجا وجود داره. AI generated summaries based on specific prompts. Each summary is missing important information that was requested. اینجا یک پرامپت است و این سمری AI است. نه؟ شما چی میکنید؟ در این سمری AI وظیفه شما چی است؟ وظیفه شما این است که for each example identify the specific piece of information missing from the AI generated summary. نظر به پرامپت چی چیز در این خلاصه نامده؟ هوش مصنوعی او را چی کرده؟ ورانداز کرده، اصلا از اون تیت خود آورده. Briefly explain why this information is important in the summary. بگویم که چرا این معلومات از اینجا گم شده، در سمری اینجا نیست در این خلاصه و چرا این مهم است. بسیار ساده. پرامپت اول گفته که summarize the annual report focusing on the challenges faced in quarter 3 and the strategies implemented to overcome them. صحیح شد؟ گفته که شما annual report خلاصه کنید، راپورت سالانه‌تان، فوکس کنید سر چالش هایی که در کوارتر سوم بوده. کدام مشکلات را ما در کوارتر در ربع سوم داشتیم، ربع سوم سال. and استراتژی ها رو برای ما پیشنهاد کنید که تطبیق شود تا که نمی مشکلات برطرف شود. صحیح شد؟ هوش مصنوعی چی جواب داده؟ هوش مصنوعی گفته که the annual report highlights significant growth throughout the year with increased revenue and market expansion. خلاص گفته که راپور سالانه پیشرفت نشان میده در جریان کل سال به خاطر از این کمپانی و نشان میده که شما عاید زیادتر داشتین، ریوینیو زیادتر داشتین و به مارکت های بیشتر شما دسترسی پیدا کردین. خب کدام معلومات در خلاصه هوش مصنوعی اینجا وجود نداره؟ اگر شما اینی رسپیشتان که سوال کرده باشه آمرتان یا مثلا اینی وظیفهتان باشه که پیدا کنید، مثلا اینی پرامپت، هوش مصنوعی براتون اینی جواب داده باشه و کورکورانه میره پیست کنید. دینمی جواب هوش مصنوعی که خلاصه راپور سالانه تان اینجا پیدا کرده، کدام معلومات وجود نداره؟ باید شما متوجه شوید، بخوانید، متوجه شوید، بفهمید که وجود نداره.
تصمیه خانه تظر بشینم یا من ادامه بدم؟ در اینجا سوال اساسی بوده که شما challenges faced in quarter 3 and strategies implemented to overcome them. موضوع اینجا بوده که شما درست است که سمرایز میکنین راپور سالانه، لیکن در راپور سالانه یک چیز بسیار مهم که اونجا وجود داشته ای بوده که در کوارتر سوم چی چالنجز وجود داره و کدام استراتژی رو باید شما پیش بگیریم که چی کنیم مشکل کوارتر سوم حل کنیم. یعنی مین هدف چی بوده؟ یعنی مین objective این بوده که چالنج کوارتر سوم پیدا کنیم. نه تنها خلاصه راپور سالانه یک بخشش است، لیکن در پولیش در کوارتر سوم یعنی ربع سوم چه مشکلات وجود داشته بود پیدا کنیم. اگزمپل دوم، مثال دوم، پرامپت چی میگه؟ پرامپت میگه که summarize customer survey results. summarize customer survey results یعنی سروی از مشتریان صورت گرفته، یعنی می سروی رو میگه شما خلاصیش سامرایزش کنید، خلاصی از این پیدا کنید. emphasizing the most requested new features for our app. یعنی کدام اپلیکیشن جور شده بوده، بازی از اپلیکیشن برای از یوزرهای اپلیکیشن یک سروی صورت گرفته بوده. حالا به هوش مصنوعی کل دیتای سروی رو میده، درشان میگه که شما این میره خلاصیش جور کنید و ببینین که مشتریای ما کدام فیچر نو میخواین که در این اپلیکیشن اضافه شه یا کدام قسمت نو میخواین که در این اپلیکیشن ما اضافه شه. یعنی عمود اپلیکیشنشون چی موضوعی نو باید، کدام ویژگی نو باید اضافه شه در این سافت ویرشون. اینه میره میگه برای من پیدا کنید. هوش مصنوعی برشون تمام راپور سامرایز کرده، گفته که customers are generally satisfied with the app's performance and enjoy its user friendly interface. مشتری ها میگه از اپلیکیشن راضی هستن و امی اسکرینی و انترفیسی که بسیار دوستانه است و خوشایند است، امیر میگه از این رضایت داره شکل عمومی. حالا دینمی خلاصه هوش مصنوعی چیز وجود نداره، چیزی که باید وجود می داشت. چیزی که اینجا سوال شده بود اینی بود، یعنی the most requested new features. main objective چی بود؟ که new features باید پیدا شود، کدام نیو فیچرها رو ما اضافه کنیم، کدام ویژگی های نو به اپلیکیشن رو اضافه کنیم. نگفته بود که تنها شما انالایز کنیم سمری زیر بکشید. یعنی هوش مصنوعی جوابش میتونه گمراه کننده باشه و میتونه که مثلا خب مثل از خاطر ازی شده که اینجا باید explanation این جملات رو به شکل تفصیلی باید نوشته کنیم. try adding reasons میگه به این شکل باید adding reasons کنیم including these details helps understand how company overcome obstacles to achieve growth. knowing the most requested by as main objective باید جملات صحیح میگه نوشته کنیم. از او خاطر میتونید پیش بریم. so امو خلاصی از این پرامپتا بود که اینجا ما شما پیدا کرد. ای سمری بود و چالنجی که اینجا ما وجود داشت. خب این اجازه نمیده که پیش بریم. خب next time try adding گفته که چی گفته great job identifying the missing information in both exams. However, your explanations like main objective phase چطورکایی implemented or just realize what's missing instead of explaining why it matters. خب says
اثر میکنه این کار. challenges faced in quarter 3 strategies ای چی بوده؟ ای missing information. درست است؟ در اینجا چی بوده؟ most requested new features for our app. ای چی بوده؟ ای اینجا باید نوشته کنیم که چرا. میگه the prompt specifically asked about the quarter 3 challenges and the strategies to implement in order to overcome those problems. Ne? But the summary by AI only focuses on general growth of the company without considering the challenges in quarter 3. نه؟ دم قسم بود قسم. It also doesn't mention how to solve those challenges which were company in quarter 3. doesn't. Okay. So هي مو explanation عشان decision make. خلاص ببینیم که دیگه چی میگه. حالا اومدیم the explanation یازی. The explanation یازی ای بوده که the summary by AI misses the core request, which is what? Which is adding new features in the app as per the users survey results. یه مومین فیچر بوده که میخواستن اینجا اضافه کنن، یعنی نیو فیچر میخواستن اضافه کنن. This is important for product development, or product development and prioritization. اولویت بندی باید بکنن، کدام فیچرها رو باید اضافه کنن. مثلا اینجا knowing general satisfaction is what? General satisfaction is useful. Is useful, but without the specifics on the requested new features, on the desired new features, the summary does not
does not support informed decision making. support EU فراموش. ایره امی استفاده از چیزی صورت گرفته از این هوش مصنوعی از او خاطر این جک میبینید نه این انرژی که می داشته باشه این انرژی که خلاص شده این وقت میشه که پس دوباره شما ساین اپ شین باز پس دوباره به وجود میاد. خلاصه اینجا هوش اینی براتون بیان کرده که شما به چه شکل میتونید مثلا نه از یک پرامپت داشته باشین، از او پرامپت چگونه میتونید استفاده موثر بکنید و پس چگونه دوباره missing information در اوجا evaluate کنید، مثلا در better prompt نوشته کنید. یکی از موضوعات کلان بود که مثلا ما شما انجام دادیم در راستا میتونید انجام بدید. شما حال ما امیدوار هستم شما فهمیدین در مورد چگونه پرامپت خوبتر نوشته کنید، چگونه پرامپت بهتر نوشته کنید و چگونه تکست سامرایز کنید. یعنی کل قصه سامرایزیشن در امیج است که مثلا پرامپت چک کنید شکل درستش چیزایی که میخواندیم، specify length مثلا لنت برش مشخصا نوشته کنید، highlight priorities اولویت بندی برش انجام بدین، کانتکست برش بیان بکنین و چک کنین، نه پرپوز برش بیان کنین، structure rules برش بگذارین، بارز و request verifications برش بگذارین. درست است نه؟ به این شکل شما میتونید انجام بدین این کارو. شکل درست میتونید شما اما یک راپور بود از AI for Justice از هوش مصنوعی بود. این حال نی راپور در اصل باشیم که راپور رو براتون نشان بدم. راپور در اصل تقریبا 50 صفحه است. خب این راپور رو میبینید اینجا نی؟ میبینید این راپور است که از راجع به هیومن رایتس ریپورت از سال 2023 از افغانستان اگزیکیوتیو سمریش است. تقریبا این نوشته کنید 50 صفحه است. خلاصی از این راپور اینجا وجود داره. حالا شما میشه خلاصی از این راپور رو بخونید. در مثال نی او تا آخر بخونید یا امیر راپور این قسم مثل که ما یک چت اینجا اپلود کردیم دیجا پارتیم صحیح شد نی و در اینجا از پیش از این یک سپیسیفیک چی جو پرامپت برش نوشته کنید با نظر داشت در سایی که خواندید. یک پرامپت چگونه نوشته میکنید که برای ما اینمی راپور خلاصیشو بکشه. در پرامپت ما باید چند چیز مهم وجود داشته باشه. موضوع اولی که در پرامپت ما باید وجود داشته باشه که پیش از اینکه مثلا ما شما چی میکنیم در خلاصه پرامپت گفتیم که وجود داشته باشه.
purpose نه critical purpose یعنی به این معناست که هدف از خلاصه چی است؟ خلاصه رو به کی جور میکنی؟ صحیح شد؟ بسیار کلام purpose ما باید باشه که خلاصه رو مثلا ما شما جور میکنیم برای میدیا نه. دیگه چیزی که مثلا اینجا مثلا میتونه وجود داشته باشه چی است که set structural rules نه use bullet points with bold headers for each section نه structural rules برای جور کنیم نه استراکچرش مثلا میتونه که از چی باشه مثلا بلاک پست باشه نه صحیح شد ریکوست وریفیکیشن باید سورسز باید وجود داشته باشه نه دیگه مثلا دیگه چیز وجود داشته باشه آها لنتش وجود داشته باشه نه چند صفحه باشه مثلا 50 صفحه رو در 3 صفحه خلاصه کنیم به 2 صفحه مثلا لنت مثلا باشه که 2 صفحه درست است هایلایتش چی باشه مثلا هایلایت سر چی هایلایت کنیم در بخش حقوق بشر تمامی حقوق بشر رو میگیریم خلاص دیگه چیز خوب دیگه چیز نمیگیریم و کانتکست ما چی باشه preserve context maintain technical terms for engineering documentations نه مثلا کانتکست برای human rights defenders باشه درست است این prompt خدایناله میشه نشته میکنیم که summarize the attached human rights report نه attached human rights report into a blog post صحیح شد نه into a blog post audience ما کی باشه intended for media باشه درست است نه برای میدیا باشه for media audiences نقطه برش میمانیم دیگه چی دیفاین کرده بودیم لنتش چقدر باشه the blog post should be around 2 pages length صحیح شد نحوه تونش چه رقم باشه and written in an engaging journalistic tone صحیح شد نه سر چی فوکس کنم فوکسش چی باشه focus on human rights صحیح شد on human rights issues discussed in the report relevant to human rights defenders صحیح شد در پالیش دیگه چیزی گفته بودیم چی رو هایلایت کنم نه چی رو هایلایت کنم highlight major findings نه چی چیزی بسیار اساسی بوده case examples نه
and reference specific sources with the page numbers. استراکچر باید چی باشه؟ بلاگ پست باشه، نوشته کردیم. ساختار باید چه رقم باشه؟ ساختار بولت پوینت و هدینگ داشته باشه. اول یک اینترودکشن داشته باشه. چی رو پریورتایز کنه؟ prioritize clarity, simple wordings and language. ساده باشه. readability and impact. خب حالا ببینیم که حالا چی جور میشه. باشه که پرامپت ما گم نشه. پرامپت خوبش نوشته کنیم. یک دفعه زحمت کشیدن بسیار مفید باقی میشه. به جای از اینکه نوشته کنیم که یعنی میره کلش برای ما سمرایز کن. یعنی کل قصه درس را که ما شما راجع به پرامپت خواندیم، راجع به سامرایزیشن خواندیم، در اینجا جابجا شده. شما میتونید مثلا ریپورت های دیگر، لکچر نوت های که در پانتون میخوانید، درس های دیگه که وجود می داشته باشه، در پرامپت های بسیار مهم اینجا جابجا کنید. و کل قصه پرامپت نوشته کردن خلاصه سامرایزیشنش به اینجا ذکر شده که مثلا پریوریتی رو هایلایت کنین، کانتکست رو باید برش بگوین، لنت برش بگوین، پرپوز هدف برش دیفاین کنین، بگوین که چی کار انجام میده. اینی هم شد یک بلاگ پست بسیار خوبش از راپور 50 صفحه‌ای فقط به 2 صفحه با تمام این پرامپت. سعی کنین رو جالبیت از این راپور چقدر خوبش هست. خب کل از این حالا میریم خط به خط ببینیم. از 50 صفحه A Human Rights Catastrophe Unfolding. سعی خودش این نمانش داشته سی شد. State Department انت یک ریپورت جور کرده. خب قصیش ای گریپ از اینا تایتل میشه. Rights and the Siege. چه رقم ای مردم حکومت خودم پیش میبرن. سعی کنیم جالبیتش سعی کنیم. Creating a climate of fear and self-censorship. صفحه 32. صفحه 32 از این راپور. Posture towards international non-governmental monitoring investigations of alleged abuses of human rights. در صفحه 32 چی گفته نوشته کرده؟ گفته که در صفحه 32 نوشته کرده که since the Taliban takeover in August, the report confirms a severe crackdown on civil liberties, creating a climate of fear and self-censorship. And the legacy of retaliatory actions against activists created a climate of uncertainty and fear, which curtailed the work of journalists, civic activists, and human rights defenders, many of whom left the country due to retaliation or engaged in self-censorship. Didn't double check book information. In the double check, the report highlights that while the United States doesn't recognize the Taliban as a legitimate government of Afghanistan,
مثل در صفحه اول خود گفتم. The reality on the ground is one of severely restricted freedoms and systematic abuses. نه؟ این ریپورت باز چی رو دفاین میکنه؟ یعنی ریپورت به این شکل شما یک بلاگ پست از 50 صفحه جور میکنید، 2 صفحه. هر قسمتی که از این ریپورت هایلایت شده سورس یا صفحه تان براتون نشان میده. این بسیار یک کار کردیبل براتون نشان میده که شما چگونه این ریپورت رو مطالعه کردین و در کدام صفحه چی نوشته شده. لیکن صفحه رو همیشه چک کرده باشین. نگاه نختم هوش مصنوعی هم تا جان خودم میگه. مثل که پیشتر مثلا من چک کردم دیدم که این درست است یا نه. Deepening crisis for women مثلا اینجا بسیار جالب راجع به زنها گپ زده. بالا silencing voices, attacks on freedom of expression یک کلش ذکر کرده. سایکو صفحه 19 تا 20 مثلا ذکر کرده. Cites the forced closure of media outlets and the detention of harassment of journalists. ما گفته بودیم که راجع به ژورنالیستیک جور کنیم نه. So این تذکر دادم. Sources reported that they aggressively stormed into the Hamisha Bahar TV and radio station in Nangarhar province. میره بسته کردن. هر کدامش رو با صفحهش ذکر کرده. Arbitrary arrests and unjust detentions. Judicial system in crisis. کل زیر نظر با صفحهش نوشته کرده. در آخر key findings گفته. چی key findings چی بوده؟ صفحه هر کدامش رو نوشته کرده. صفحه 6، صفحه 3، صفحه 21، صفحه 23. Need for action. چه چیز ضرورت است باید شود. اینم خلاصش. به نظر من از این که بهترین خلاصه برای از ریپورت وجود نداره. بیرم شما پیدا کنیم جور. حالا بیاین یک ایره خود دیدیم نه که چه رقم خلاصه بود. حالا اگر میشه بکنم بازی چی میشه؟ ایره اگر میشه بازی چت چی دیگه بتون؟ اینجا یک مشکل است که این چت اینی خلاصهش اینجا در مموری از این میمونه. باشین که کار دیگه کنم. یک کمک از پیشش جواب شده. میبینین صفحه 3 هم رفتن. لیکن ما گفته بودیم که about 2 pages نه exactly نگفته بودیم که صفحه. خب باز این حالی باز دیگه دیفاین کنیم که کدام صفحه روشون باز میشه برش ببینیم. اینجا بیاین چت ناو باز کنیم. صحیح شد. در چت ناو همین فایل پس اپلود کنیم. همین بدم دارم میگم. این دیگه مو پرامپت و تنکیست نه بدون زحمت که دیگه چی گپ هست نه اینا رو ببینید که دیگه چی گپ و چی قصه پیدا میشه نه صفحه نداره میبینید نه لنتش معلوم نیست نه کی فایندینگز در آخر بود اینجا مثلا اینجا آمده نه کل راپور اینما قدر ساخته اینما قدر که شما میگید اینما قدر ساخته ولی معلوم نیست که این چیزی که مثلا اینجا شما درخواست کرده بودید با می تفصیلاتی که اینجا وجود داره نه کدام بخشاست اینجا وجود داره مثل یک بلاگ پست یعنی خبر واقعی واره هر صفحه اینجا که تذکر رفته شدنی با سورسش ذکر شدنی این برای شما یک چیزی کردیبل معلوم میشه یا اینی چیزی که مثلا براتون وجود داشته باشه شما هر جایی ببینید این براتون کردیبل معلوم میشه معلوم است استاد اولی دیگه با تمام جزئیات بود کامل یعنی من فقط کی فایندینگز مثلا شما نمیتونید 50 صفحه با این رقم کی فایندینگز خلاصه کنید به تنها این رقم کی فایندینگز تو از اینجا با اینجا فرق میکنه میفهمین چرا شما کی فایندینگز اینجا شما برای هیومن رایتس دیفندرز خواسته بودین نه مدافعین حقوق بشر مثلا شما آدینس داشته اینجا برای میدیا داشته نه کی فایندینگز برای از اونها اینجا بسیار تیلر شده بود
و این یک خلاصه بسیار چی من نمیگم که خلاصه غلط است. شما میتونید اگر بخواید مثلا از این راپور بگیرید، لیکن به نظر من مثلا یک چیزی که شما بخواید علمی جنریت کنید این چیز و بهترینش این میشه که در آخرش هم رفرنس نوشته کنید یا اکنالجمنت نوشته کنید. همیشه کوشش کنید مثلا اکنالجمنت وجود داشته باشه. من وجود داشته باشه نه که در above report مثلا نه خلاصیش جنریت شده توسط مثلا مدل مثلا این یعنی LM2 فلاش اکسپریمنتال یا جیمینای هر چیزی که با مدل استفاده میکنین از توسط گوگل ای استودیو یا مثلا میشه بگین چت جی بی تی نه بسیار خوبش اکنالجمنت نه با استفاده از پرامپتی که شما خودتون اینجا دیزاین کرده بودین داده بودین برشون. و جالبش چیست که پرامپت خودم کپی نکردیم. میبینید پرامپت یادم رفته راپور کپی کردم، پرامپت یادم رفته کپی. این مشکل از این کلان از این چی است که اما تو گم میشه چی نمیشه استوری نداره نه استوری نداره این قسمت است داره بسیار ایمو پرامپتش بود. یعنی میبینید نه همین پرامپتش باز میشه که شما بخش اکنالجمنت و بسیار دی پایان ریپورت نوشته کنید. مثلا ریپورت توسط پذیرایی چی جنریت شده بود، لیکن اگر حتی مردم امور رو ببینه یعنی واقعا کار شما رو تقدیر به چی میکنه و این میکنه که شما همین کارتانه همین کاره شما میتونید پرامپتتون نوشته نکنید. پرامپت جبری نیست که همین نوشته کنید، تنها اکنالجمنت نوشته میکنید شما استفاده کنید از هوش مصنوعی. لیکن نفر دیگه اگه بره نوشته کنه که برای من این راپور سامرایز کن باشه انتهاج جواب میکشه نه پرامپت چرا باریکی خود داره؟ پرامپت مکالمه شخصی خود شماست. هیچ کسی دیگه تا که شما این پرامپت برش نتین کپی کنه کسی دیگه اگزکتلی با می الفاظ برای شما پرامپت نوشته کردن نمیکنه. درست است؟ با ماشین در کامپیوتر اگر اینمی فرق کنه اینمی ساختار فرق کنه اینمی پرامپت کم تغییر پیدا کنه نتیجه باز تغییر پیدا میکنه. اگر دینمی پرامپت یک آدم دیگه را دادین یک آدم دیگه اینمی کانسپت های شما را کپی کردین نوشته کردین intended for media audiences the blog post should be around 2 pages length and written in engaging journalistic tone focus on human rights issues discuss the report relevant to human rights defenders. نه مثلا اگر یادش رفته این فوکس نوشته نکنه و اگر یادش رفت که مثلا simple wording نوشته نکنه نوشته کنه که می کلاریتی و ریدیبیلیتی نمی مانا را میکنه. اگر یادش رفت که مثلا نمی میدیا اودینس نوشته نکنه بگه که نما بلاگ پست گفتم که دیگه بلاگ پست جور کنه. similar thing وقتی که جنریت میشه یعنی این یک مکالمه یک شخص دیگه است که زیرا پست درست است. پشت تکست اکسترکت میکنه. شخص دیگه اگر مکالمه میکنه که کامپیوتر اون مکالمه شخصی خودش است. اینمی محتویاتی که اینجا جنریت شدن اینمی محتویات پس دوباره جنریت میشه. میفهمید چرا هم شما یعنی هوش مصنوعی رو من حیث مسئول ذهن و فکر خودتون ساختید. برای فهمیدین چی است؟ اگر شما میخواین که نامتون مثل نقال نباشه یا چیتر یا کسی که کاپی میکنه از هوش مصنوعی فقط یک 10 دقیقه از این پرامپت زحمت بکشین. اینی مکالمه شخصی خود شماست با کامپیوتر. هیچ انسانی این مختص انفرادی و منحصر به هر فرد است. در این گروهی که ما شما هستیم هر کس یک پرامپت مختص به خود نوشته کرد. هر کس که پرامپت مختص به خود نوشته کرد اینمی ریپورت اینمی چیزی که اینجا وجود داره برای هر کس مختلف میاد. لذا اینمو شالودی فکر و هوش ذهنی هر شخص مختص شما می باشه حتی اگر شما از هوش مصنوعی استفاده کرده می باشه. این اول خیلی تغییر کرده. A year for eroding rights under the Taliban.
صحیح شد نی؟ رفرنس ها رو آورده، گفتیم که رفرنس ها رو بخش بیا، رفرنس ها رو آورده خیلی ببینیم. brutal backslide for women's right نی؟ مثلا ایره نوشته کرده. killings tortures ای قصر نوشته کرده، درست است؟ مثلا در کدامش هم رفرنس ها رو نگفته بودیم که نکنیم، کلش آورده، هیچ مشکلی نیست. restrictions freedom of expression and assembly خویل آورده. marginalized communities under siege, rights of children نی؟ corruption impunity ایره آورده و طور مثال road ahead a call for action. یک بلاگ پست خوبش است لیکن not similar to this. محتویات اینجا فرق میکنه. کسی که اینجا راجع به میدیا و ژورنالیسم کرده که مختص برای میدیا و ژورنالیسم آورده، اونجا راجع به میدیا و ژورنالیسم نیست چیزی. درست است؟ کی فایندینگز که اینجا گفته اونجا کی فایندینگز نداره. طور مثال need for actions اینجا گفته، اونجا نگفته که need for actions در آخرش از bullet point نیست. اون bullet points رو شده. Second, road ahead, a call for action. Must not turn a blind eye to the suffering of other people. This report serves as a call to action using for renewed efforts to protect human rights. Hold the perpetrators accountable and support those working to build a more just and equitable future for Afghanistan. اینجا بسیار واضح گفته چی کار باید شد، چی کار باید بکنیم، چطور باید انجام بده. دیدین؟ یعنی ما چی براتون میخوایم بزنیم؟ حتی که دینامیک پرامپت شما یعنی مختص به خود شماست نه؟ اگر دینامیک کسی کمی تغییر بیاره، سمری ریپورتی که شما جنریت میکنید کاملا متفاوت میباشه. یعنی می از اون خاطر بسیار مهم است سر از این چیز همیشه فکر کنید. لیکن اگر اون چیزی که بیشتر براتون نشون دادم سمرایز دس ریپورت، همیشه کلگی نوشته کنه که سمرایز دس ریپورت، همیشه سمرایز دس ریپورت اینا متقسمی باشه. از کلگی سمرایز دس ریپورت است دیگه چی گپاست. از کلی اینم تو جواب برش کرد کمتر میکشه و نه از آنها مشابه میکشه. شاید یکان جای کلمات متفاوت بسازه یا غلط بسازه، بعضی اوقات کامپیوتر نمیتونه کل تکست اکسترکت کنه، شاید متفاوت باشه. از او خاطر لذا پرامپت یک چیز بسیار یعنی مهم است و کلی ایره ایگنور میکنه که چگونه از استفاده درست و موثرتر و خوبتر و بهتر بکنه. من متأکد هستم شما سر از این اما گفته یکان تا نظرتان زیادتر انداخته باشین و زیادتر فکر کنید مثلا چگونه از پرامپت استفاده میکنید. چیز دیگه که بسیار مهم است در چی جنریشن اکسس نه؟ شما دیده باشین که ایمیج جنریشن یکی از موضوعات مهم است نه فعلا وجود داره و مطابقی یونت شما امرایتان بخوانید. به نظر من در تمام از یونت چیزی که بسیار مهم بود پرامپتینگ بود که چگونه ما شما سامرایز کنید تکست. ما سر فهمیدیم که چگونه باید سامرایز کنید تکست، درست است، و چگونه پرامپت درست نوشته بکنید. امروز یک چیز دیگر رو در آخر براتون فقط ادامه میتم. موضوع عزیز که موضوع ایمیج جنریشن است. ایمیج جنریشن بسیار مهم است. یعنی اگر شما وقتی که سر کاتگوری کار میکنید جنریشن ایمیج اکثرا مردم میکنن. شما دیده باشین سابق مثلا میگفتن که یک لوگو دیزاین کنید. من مثلا لوگو دیزاین براتون گفتم که لوگو چگونه دیزاین میشه، لیکن حالا مثلا امی دیزاین لوگو بسیار فرق کرده. در مثال شما میبینید که لوگو بسیار ساده دیزاین میشه و فقط شما از هوش مصنوعی پرسان میکنین، میگین که براشتان لوگو دیزاین کنه و براتون لوگو دیزاین میکنه. باشین که من نمیفهم که ایمی چی من لوگو دیزاین میکنه یا نمیکنه. خب به هر حال اصلا پس دوباره به ایمی که ببینید که لوگو دیزاین میکنه یا نمیکنه. لیکن هوش مصنوعی مولد تولید تصویر میکنه. تولید تصویر
یکی از اون کارهای خلاقیت هست. سابق مردم آرت داشتن، آرتیستا بودن، نقاشی میکنن، دیگه میکنن. حالا هوش مصنوعی به شکل بسیار ساده کار انجام میده. مثلا شما یک صحنه رو توصیف میکنین، فوراً تصویرش میبینید. مثلا اینا توصیف می صحنه و تا چه اندازه بهتر و خوبتر و موثرتر است، نه؟ تا هر اندازه که شما همین صحنه رو به شکل واقعی بهتر و خوبتر شما بتونید ویژوالایز کنید، ایره تصویر کنید و تصویر بکشونید، تا ما اندازه خوبتر و بهتر هوش مصنوعی بر شما همون تصویر جنریت کنه. سوال بسیار مهمی است که هوش مصنوعی چطور است متن تصویر میسازه؟ یکی از موضوعات کلام است که چطور یک متن به تصویر تبدیل میکنه. هوش مصنوعی مثل یک نقاش است، ولی یک تفاوت داره. اول پترن یاد میگیره، نه؟ این پترن که وجود داره این یاد میگیره. این چیزی که بسیار مهم است، مثلا انالایزز patterns. هوش مصنوعی learn from millions of images and their descriptions. میلیون ها تصاویر دیده و description از اون تصاویر دیده. گفته که مثلا یک آدم عکس کور برش رسم کرده، نزیرش نوشته که عکس کوست. همین مثلا کور 100 تا کور یک آدم دیگه رسم کرده، انواع و اقسامش. نزیرش همین description نوشته بود. اینا هوش مصنوعی یعنی کل پترنا رو با هم آموخته، یاد گرفته. البته مثل ما و ذهن فهم زیر نداره که دشت چیست، دریا چیست، تپه چیست، کوه چیست، او قسم فهم نداره. فقط یعنی پترن از روی تصویر میبینه و تشخیص میده. یعنی انالایز میکنه این پترن از میلیون تصویر و توضیحی که در جور شده یاد میگیره. مثلا چیز به نام چی یاد میشه؟ مثلا فلاینگ کارز، مثلا نیون لایتس، مثلا چه رقم چیزا داشته باشه. تصویر ذره ذره میسازه، یعنی جنریت پیکسل بای پیکسل، یعنی پیکسل ها رو میبینه هوش مصنوعی. اینطور نیست که مثلا فول تصویر ببینه. شما باید داشته باشین در تصویر شما جنریت میکنه نشته شده که 1028 در 768 پیکسلز، اگر متوجه باشین. پیش شما سوال گشته در ذهنتان تیر شده که خب امی چی معنا داره؟ همین 1028 این اونمون چهارخانگک هاست. تصویر به اون چهارخانگک ها تقسیم میکنه. یعنی 1028 چهارخانگک در شکل افقی، 768 به شکل عمودی. یعنی هر تصویر به چهارخانگک ها و مربعک ها تقسیم میشه. هوش مصنوعی یعنی هر مربع را علیحده انالایز میکنه، یعنی هر مربع را میشناسه. هوش مصنوعی کل تصویر نمیفهمه، یعنی درک از کل تصویر نداره، نمیفهمه که کل تصویر چی است. اونم چهارخانگک ها را میشناسه و روابط پترنز بین از اونم چهارخانگک ها یاد میگیره. ما شما در کورس که در ماشین لرنینگ داشتیم و در CNN که بود، کانولوشنال نیورال نتورکس که بود، اونجا خواندیم که مثلا هوش مصنوعی و دیدیم که هوش مصنوعی تصویر و ویدیو رو چگونه شناسایی میکنه. جزئیات تنظیم میکنه خودش، generates pixel reference outputs. این جزئیات رو که چگونه باید باشه خودش تنظیم میکنه، just details، تا که همون نتیجه مچ کنه با اون چیزی که شما خواستین. و یک تشبیه ساده ضرورت می داشته باشه. Many modern AI image generators are based on diffusion models, often called diffusers, which systematically transform random noise into a coherent image based on the prompt's guidance. جزئیات شبیه سازی میده. تصور کنید مثلا شما یک دستور غذا برش میتین، یک متن برش میتین و هوش مصنوعی مثل یک آشپز است که اونمو دستور غذا رو پخته میکنه، مثل یک غذا براتون میاره. لذا بین این معناست که شما تفصیل یک تصویر برش میتین، هوش مصنوعی و تفصیلات کل شکل هم میاد و شما یک تصویر دیولپ میکنه. بین این رقم هوش مصنوعی کار میکنه و تصویر جنریت میکنه. میبخشید که اینجا قسم ماندن. چیز دیگه که اینجا وجود دارن دال-ای که میگنش، مدجورنی و جمینای که میگنش. این همون چیزی است که هوش مصنوعی تصویر از این طریق دیولپ میشه. دال-ای مربوط چت جی پی تی است، مربوط اوپن ای آی است، کمپانی اوپن ای آی است، بار اول که جور شده بود. مدجورنی کمپانی جداگانه است، جمینای مربوط گوگل است. اینا هر کدوم از اینا تصویر به این شکل جنریت میکنن. مثلا شما برایش یک پرامپت نوشته میکنید، به این شکل در پرامپت تصویر براتون جنریت میکنه. اینجا
لینکش داره. وقتی شما سر لینک کلیک میکنین ایمیج جون نیست، لاگین میکنین یا ساین اپ میکنین، اکسپلور میگین، یک پرامپت برش نوشته میکنین، نظر به پرامپتتون براتون یک تصویر جنریت میکنه. یا گوگل جمینای است، نظر به یک پرامپتتون براتون یک تصویر جنریت میکنه. صحیح است. مثلا اینجا میتونید شما یک چی برش نوشته کنین، یک پرامپت برش نوشته کنین و از پیشش چی بود. شما پیشتر سوال کرده بودین شما از چت جی پی تی و زر هوش مصنوعی استفاده میکنین و اونجا شما میبینید که مثلا جواباتون مشابه است، لیکن اینجا شما اینی رو نمیبینین. میبینید یعنی هر کدام از یک قصه خاص خود داره. هر کدام از یک مدل جداگانه است. مدل تو فلش میگه نوشته کرده که fast all around help و تمام تسکای روزمره است که شما پیش سوال میکنید. مدل 2.5 فلش پریویو که در حالت پریویو است، our next reasoning model built for speed، یعنی reasoning مدل است. reasoning مدل که مدل ساده فرق میکنه. reasoning مدل به این معنی است که برای شما جواب تولید میکنه، در پشت سرش که قصه که چگونه پیدا کردم این جواب او رو براتون تشریح میکنه. این برای ریسرچر است. برای مثال 2.5 Pro Preview، ای فلش بود پریویو، ای پرو پریویو است. Reasoning Math and Code، یعنی کسی که میخواد که سوالات ساینتیفیک، متماتیک، کد، پروگرامینگ داشته باشه از این مدل استفاده میکنه. Deep Research Get in Depth Research Report های از شاید این نباشه، طور مثال چی باشه. یعنی به این شکل شما از این لینک ها استفاده کرده میتونید و میتونید که هوش مصنوعی از طریق هوش مصنوعی چی رو پیدا کنید، تصویر جنریت کنید. فرق از چی است؟ تفاوت میان از این ابزارها چی است؟ بسیار خلاصه براتون میگم. دلیلی که است که مربوط اوپن ای آی میشه، ویژگی خاصی است که مثلا خلاق است، بسیار چیز فانتزی تولید میکنه و یونیک اوت اف د باکس چیزا تولید میکنه. میدجورنی که است آرتستیک است، مثل فیلمی است، کیفیت بالا جور میکنه. میدجورنی که یک ایمیج تولید میکنه، یک ویدیو جور میکنه، شما تصور میکنین که کدام استودیو فیلم جور کرده. جمینای که است آموزنده است، برای امی پروژه‌های روزمره زندگی بسیار مفید است. آموزنده، مناسب، واقعی، یعنی بسیار به ریالیتی نزدیک جور میکنه. نه قضیات آرتستیک است، فانتزی داشته باشه، نه قسمی است و نه بسیار هنری است که فکر کنید کدام فیلم هالیوود سعی میکنید، بسیار شکل روزمره کار میکنه. این تفاوت از این ابزار است. از هر ابزاری که شما بر کدام از یک ضرورت دارید استفاده کردن میتونید. شما ببینید یک تصویر بودن مثلا جور شده بر اساس یک پرامپت این کی دیفرنسز که بیشتر براتون گفتم کی دیفرنسز وجود داره. حالا چیزی که تصویرهای هوش مصنوعی در دنیای واقعی استفاده میشن بسیار مهم هستند. مثلا در کسب و کار مثلا از استفاده میشن، در بزنس، برای تبلیغ و بازاریابی بسیار جذاب است. مثلا سابق برای بازاریابی برای از اینکه مود شما تصور کنید فابریکه تولید کالا دارید، به خاطر اینکه کالایتون رو بفروشین برای سابق مدل کار می‌کنید. زنها و مردم مدل پیدا میکنن که بازو کالا رو بپوشن، بازو مدل میامد اونجا یک استودیو می بود، بازو کالا رو میپوشید، بازو عکس رو میگرفتن، بازو عکس مینداختن. مثلا عالی این کار هوش مصنوعی میکنه، ضرورت هیچ با انسان فیزیکی نیست. ضرورت نیست که شما پشت یک مدل بگردین، بازو مدل ناز کنه و پیسه بخواه و چقدر کم شد زیاد شد، وقت ندارم کل از این بزنس از این کالا فروشی میمون تا وقتی شما یک مدل پیدا میکنین کاملا. یعنی حال هوش مصنوعی شما با یک کلیک مثلا ایمیل جنریت کردن میتونید بدون جنجال. مثلا این یکی از موضوعات الان در بخش بازاریابی بود. بازاریابی رو بسیار ساده ساخته. مثلا سابق معلومات که درس میدادن با تصاویر آموزشی، مثلا یک کانسپت سال ساده مثلا بگیم شما یک الگوریتم درس میدین در ریاضی، بسیار مغلق است که الگوریتم به طور مثال شما پرکتیکلی نشان بدین که چطور کار میکنه. مثال ساده براتون بگم، مثلا ما در دوران پانتون در ما کوانتوم فیزیکس درس میدادن، وقتی که گپ از فوتونز میومد یعنی هیچ در عقل شما نمیگنجه که مثلا تئوریکلی کارش باید از یاد میکردی، میگفتی خوی فوتونز تو تشعشعات تو کار میکنه، این ذره با این ذره یک جای تمام این فرمولا رو کلش از یاد میکردی کلش میخونی. لیکن حالا مثلا با استفاده از هوش مصنوعی معلمان که درس میدن یا استادای فیزیک که درس میدن، هوش مصنوعی اینمی چیز من حیث انیمیشن جور میکنه. فوتون چگونه کار میکنه،
حال قدر ساده شده که اشتکم که نشانش بدی اشتکم میفهمه که فوتون چی است. کوانتم فیزیک بیسیکس شنو فوتونز است یاد میگیره. یعنی چیزای بسیار مغلق هوش مصنوعی میتونه به لسان ساده تشریح بده با اگر به شکل درست استفاده صورت بگیره. مثلا معلمان از این میتونه استفاده موثر کنه. هنرمندا سابق هنرمندا ترکیب و خلاقیت چرت میزدن. نه شما دیده باشید هنرمندای مشهور بود مثلا سالا سر یک رسم میتر کرده بودن. نه مثلا در اروپا هم هنرمندا هستن. نه داوینچی مثلا به خاطر از اینکه مونالیزا را چی کنه تصویرش نقاشیش انجام بده کلوم رو خود سرش تیر کرده سر یک نقاشی نی و پشت از نقاشی باز گفتن که چی چیزا سکرتا داشته و رازا داشته و هر کس پشتش باز قصه جور میکنه. لیکن حالا بسیار ساده شده برای هنرمندا از هوش مصنوعی هنرمندا کمک گرفته میتونه که برشون ایده و خلاقیت های ایجاد کنه چی کنه چیزی رو به تصویر بکشونن جور بکنن. یعنی این یک بسیار چیزایی است مثلا شما میتونید انجام بدین. ولی مثلا some fun ways you might use them مثلا concept art steampunk مثلا spaceship with brace gears and glowing engines. اینی prompt است نه اینی رو مثلا ببینیم چی مثلا درست میکنی. concept art یا concept art است نه conceptual art ما میگیم نه انتر یک تصویر رو میخواین شما مثلا ایجاد کنین conceptual art یک تصویر خیالی است فانتزی به طور مثال نه دی فیلم ها زیاد دیده باشین مثلا طور مثال به این شکل از استفاده میشه یک concept art است. یا مثلا یک prompt دیگه است که برای سوشال میدیا میخواین generate a minimalist Instagram post about mental health using abstract shapes. صحیح شد؟ یک تصویر دیگه برای اینستاگرام کار دارین این کلیک میکنین ببینین که چی تصویر جنریت میکنن. یعنی تا هر اندازه که شما دقت داشته باشید. حالا لیکن اینجا گفتیم مینیمالیستیک نه مینیمالیستیک تشریح برش داره. تا هر اندازه که شما دقت دارید children's book illustration of a shy robot gardening نه سعی کنید این مثلا یک تصویر دیگه است مثلا here is the minimalist Instagram post about mental health نه مثلا مغز mental health matters نه به می شکل مینیمالیست ساختش نه و این چی ساخته abstract shapes به معنی از اینکه تصاویر خیالی نه یعنی مغز گدوات برات نشان دادن. حالا مثلا اگر generate an image برش بگویم بعد از او a children's book illustration of a shy robot gardening ببینید روبوت گاردنینگ چی میکنه. یعنی به این شکل شما میتونین که تصاویر جنریت کنین لیکن وقتی که استفاده میکنین از هوش مصنوعی همیشه تذکر بدین که شما از هوش مصنوعی استفاده کردین. از تولید تصاویر مزور یا دزدی هنری پرهیز کنین مثلا از یک آدم دیگه کپی نکنین. همیشه چک کنین که تصاویر مثلا لایسنس نباشه. این بسیار مهم است. یک آدم میتونه شما را به محکمه بکشونه. در افغانستان خو نیست، دنیای غربی مثلا در افغانستان سعودیست نیم هر کس هر چیز میگه در دنیای غربی تو نیست پشت کسی که چیزی میگی باید رو ثبوت کنی ورنه او میکنه باز دوباره تو به محکمه بکشونه. خلاصه نهایی چی است؟ ساختن تصویر از متن بسیار مهم است. افزایش خلاقیت و نمایش ایده‌هایتون رو میتونه انجام بده. لیکن هر مثل که راجع به پرامپت بیشتر صحبت کردم که چطور یک تکست شما سمریش میکنید تا هر اندازه که پرامپت شما دقیق باشه که تصویر چگونه بهتر ایجاد خوبتر ایجاد شود تا اون اندازه تصویرتان بهتر و خوبتر ایجاد میشه. استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی ساخت سریع و حرفه‌ای تصاویر مثلا جمینای گفتم اوپن ای آی براتون گفتم به جونی را شما خودتون پرکتیس کنید ببینید چگونه استفاده میکنید و همیشه اصول اخلاقی رو باید مراعات کنید. اصول اخلاقی که چگونه تصاویر چی میشه. این یک ربات گاردنینگ میکنه شای ربات گاردنینگ میکنه دیدین تصاویر میشه به شکل شما ایجاد کنید. کل ازی به این شکل با یک پرامپت بسیار ساده شد میتونید تصاویر ایجاد کنید. پرامپت همیشه بازم براتون میگم فراموش نکنید تا هر اندازه که مثلا دقت داشته باشه مثل که اینجا دیدین اودینس داشته باشه همین کانسپت را که راجع به پرامپت بیشتر خواندیم او سر کل از چیزا کار میکنه تنها مختص بر یک موضوع نیست مثلا مختص بر یک موضوع باشه نه
خب این خب همون چی است که پرکتس است که اینجا آمدیم که پرکتس انجام میدیم. بیشتر در درس بیشتر که خواندیم اینجا که خواندیم این در تمام در تمام بخشا عین قصر محتوا ایجاد میکنه. اگر لنت به طور مثال در ایمیج بسیار چی نمی باشه، مهم نمی باشه، مثلا در ویدیو بسیار مهم است. وقتی شما ویدیو جنریت میکنید لنت ویدیو 10 ثانیه 5 ثانیه 8 ثانیه بسیار مهم است. پریوریتیز برای چی پریوریتیز هم شما ایمیج جنریت میکنید، کانتکست ایمیج تان برای کی می باشه که جنریت میکنید، هدفی که از این تصویر شما جنریت میکنید چی است. استراکچرال رولز مثلا ایمیج نمی داشته باشه، لیکن در image generation structure rules چی است؟ در تکستی است که بولت پوینت تو باشه، هدرش تو باشه. در ایمیج کل قصد structure rules است. شما تشریح میکنین که یک ربات باشه که اتو باشه که مثلا گاردنینگ بکنه، گلاه چهار اطرافش از این چیز باشه. یعنی تا هر اندازه که شما ایمیجینیشنتون بالاتر باشه، خوب واضح‌تر باشه، امور به دقت تشریح کنین مصحنه را تا اون اندازه بهتر خوبتر باشه مصنوعی و شما تصویر چه میکنن جنریت میکنن و بهتر تصویر جنریت میکنه. این استفاده مؤثر از هوش مصنوعی از در تمام بخش‌های که شما انجام میدین. تصاویری که از هوش مصنوعی استفاده میکنین ناشته کنین استفاده کنین. اگر ناشته نکنید پلتفرم اتو دیتکشن داره از هوش مصنوعی او رو پیدا میکنه. اگر شما ذکر کرده بودین خوب نکرده بودین او رو هایلایت میکنه که شما دزدی کردین. یعنی دزدی چی میگن؟ امو فکر ذهنی رو انجام دادین. اگر کدام بزنس باشین در خصوصا در خارج باشه حتما رو چی میکنه و محکمه میتونه بکشن اگر کس سرش عریضه کنه. لذا این بسیار مهم است که شما وقتی که از تصویر جنریت میکنید در زیرش بسیار در کپشن نوشته میکنید generated by Gemini مثلا 2.0 فلاش. خلاص این نام مدلشون اتاقش میتونید بگیرید این شکل. خب امیدوار هستم که درس براتون جالب بوده باشه. امروز همینقدر بود، وقت ما تکمیل شد. بفرمایید. استاد اولی که خسته نباشین. هر دو موضوع امروز و تکس و تصویر هر دویشون واقعا عالی بود، چون روزمرگی های ما هست. استاد در بخش تصویر در حوزه جنایی اگر متوجه باشین در اونجا یک نفر هست، همیشه البته در سابق حالا که شاید هوش مصنوعی باشه و پیشرفت کرده باشه، یک نفر بود تصویر چهره انگاری میکردی. مثلا یک مجرم فرار میکرد، هیچ تصویر از اون نداشتن، فقط همون کسی که در اونجا شاهد بوده او رو می آوردن میگفتن تصویر از زیر توصیف که اونا میکشیدن. این کار میتونه حالا ای آی بکنه یا نه؟ دقیق ای آی حالا بمیخواد استفاده میشه. AI به میخواد استفاده میشه. حالا خب مو اویدنس که سابق شکل کلاسیک بود حالا وجود نداره. تصویری حالا خب اتم نفر شاهدم که میارن، شاهدم امو چیزی که دیدم او را با مجاز تشریح میکنن که بجای از اینکه برای سابق برای یک رسام میبود نه برای یک نقاش میبود که چهره نگاری میکرد. حالا برای رسام برای نقاش تشریح برای AI تشریح میکنن. باز AI کارش چی نرید که باز در اونجا میتونه مثلا در چت جی پی تی اوپن ای اگر شما استفاده کرده باشین با سر تصویرتون کلیک کرده میتونین باشین. باز اونجا که دیت آپشن ایدیت داره القا میکنین، میتونین القا کنین که نه این قسمتش مثلا بینی شکل مثلا موهاش کوتاه بود یا دراز بود، مثلا موهاش دراز بود به این شکل. از این بسیار استفاده موثر فعلا در خصوصا در بخش ازی که جرم و جنایت پیدا کنن، مجرمین پیدا کنن استفاده صورت میگیرن و یا دیگه راست کمک میکنه بسیار زیاد. یه خاصیت دیگه هم داره که مثلا تصاویر انسان ها رو میشه به شکل دیده باشین کارتون هم در میارن. دقیقاً روزا خیلی زیاد هم شده استاد، همه گیده پروفایلشون میمونن اواتار میگنش. بله استاد، مانده نباشین استاد، خیلی مهم بود، مفید. یادت باشه. تشکر از شما. دیگه سوال نیست. درس امروز خدا رو به خاتمه ختم میکنیم ان شاء الله. باز دیگه ما امیدوار هستم کورسایی که با شما اینجا گفتیم هم از تکمیل بکنیم و دیگه من راجع به این کورس ها فکر میکنم تمام محتویات اینجا تکمیل شده. چیزی که شما باید ضرورت می داشتید یاد بگیریم. سرتیفیکیت ها دیگه نظر به علاقه‌مندی خودتان است که باید تکمیلش کنید. یعنی